مخاطبینی که ما رو میبینن ممکنه بگن که ما آخر نفهمیدیم اینا چی میگن. چون انتظار دارم ما یا شعار بدیم که زنده باد مذاکره یا خلافش بگیم. یعنی مثلا فاز کارشناسی اینه، یه عده‌ای میگن باید بریم تعامل بکنیم، یه عده میگن نه به دلیل تعامل نباید بکنیم، باید بریم تقابل بکنیم. حالا انتظار مخاطب اینه که بالاخره ما رو یه برچسبی بزنه که اینا حامی توافقن یا مثلا موافق تقابلن و میگن باید بریم. واقعیت اینه که موضوع خیلی پیچیده تر از اینه. من اینجا یه نقد خیلی جدی بکنم. ببین آقای پزشکیان در جلسه استیضاح آقای همتی میاد میگه به اینکه خب من می‌خواستم مذاکره بکنم، رهبری نذاشت، ما تبعیت می‌کنیم و تمام. کل موضوع رو به گردن رهبری میندازید در که شما مسئول طراحی هستید. شما تنها جای ایجابی این نظامی. خب اون وقت کل موضوع این شده که من می‌خواستم مذاکره کنم نذاشتن. خب شما بدون برنامه عدم توافق چلی می‌خواستید مذاکره بکنید؟ ببین ما الان نکته‌ای که وجود داره اینه که برای آمریکا قابل پیش بینی شدیم. و کارایی کردیم. الان براشون یه ابهامی پیش اومده. یعنی اونها میگن ما تا یه حدود ایران رو پیش بینی می‌کنیم. طوفان الاقصی رو دیدیم، مثلا تو طوفان الاقصی دیدیم کار خاصی نمی‌کنه. کار خاصی نمی‌کنه. منتها باز خود اونا میگن نه، حالا مثلا ما میگیم ایران کار خاصی نمی‌کنه، ولی این فشار دیگه یه فشار عجیبیه که اگه این اتفاق بیفته دیگه ایران مثلا یه رفتاری نشون میده که اون رفتاره، او اگر احساس میکنه که درگیری با شما توی این نقطه درگیری در وسعت منطقه‌ای، شما خواهش میکنم که مسئولین این محاسبه رو تغییر نمیخواد بدن که نه ما اصلا قرار نیست در این منطقه، ما اصلا میخوایم پیمان عدم تجاوز امضا بکنیم، ما میخوایم مثلا رابطه دوستانه برقرار بکنیم. یه جایی لازمه شما سیاست ابهام رو در پیش بگیرید. درباره همه اینا میشه پوزیشن گیری کرد. اینکه شما چیلی میتونید بسته‌ای رو طراحی بکنید که به سوال صنعتی آمریکا در حوزه مشخصی جواب بده. یعنی چیزی که من میفهمم اینه، شما میفرمایید در مذاکره بین ایران و آمریکا ما به جای اینکه بریم تو این بازی که بخوایم درباره موشکی چه بیاریم وسط و اونها رو یه مابعضایی ازش بگیریم، بریم بگیم چه نفعی به آمریکا در داخل خودش. در واقع شما طراحی‌های متعددی میتونید بکنید که به جای اینکه درباره محدود کردن بیشتر خودتون بحث بکنید، درباره این بحث بکنید که امتیازاتی که اون به شما میده چیلی میتونه منجر به نفع خودش باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه و مخاطبین عزیز تمام رخ. امروز برای بار سوم برنامه‌ای داریم، نشستی داریم با حضور کارشناسان عزیز درباره مواجهه ایران با آمریکای دوره جدید، آمریکای ترامپ. نشست اولمون که در دوره انتخابات قبل از انتخابات آمریکا بود و در اونجا در واقع پیش بینی شدش که احتمالاً ترامپ رأی خواهد آورد و پیشنهاداتی ارائه شد درباره آماده سازی وضعیت کشور برای آمدن دوره جدید. نشست بعدی بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات بود در آمریکا. با توجه به اتفاقاتی که از اون روز تا به امروز در واقع رخ داده، از ماجراهای بین‌المللی مثل اتفاقاتی که درباره اوکراین رخ داده تا اتفاقات منطقه‌ای، در واقع سقوط دولت سوریه، مسائل داخلی کشور از جمله بحث حالا جهش ارزی و حالا اعلام موضع رسمی ایران در مورد نحو مواجهه با بحث حالا مذاکره و دولت ترامپ، لازم بودش تا یک جلسه سومی رو داشته باشیم و دوباره به بحث بنشینیم که ایران در مواجهه با آمریکای ترامپ باید چه سیاستی رو اتخاذ بکنه. برای همین امروز در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب آقای مجید شاکری و جناب آقای مصطفی محمدی که خیلی لطف کردن قبول کردن دعوت ما رو تا در این بحث در واقع در خدمتشون باشیم و انشالله که بحث خوبی رو بتونیم تقدیم شما بکنیم. من سوال با آقای شاکری شروع میکنم، بدون در واقع حالا مقدمه چیزی، الان وضعیت چجوریه، ما داریم چیکار میکنیم و آماده در واقع چه برنامه‌ای در کشور برای مواجهه با در واقع آمریکای دوره جدید هستش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم عرایض من مفید باشه و بتونم کمک بکنم، وقت بینندگان رو تلف نکنم. ببینید از خیلی قبل از اینکه اصلا ترامپ رای بیاره یا اصلا معلوم باشه چه کسی رای میاره، از قبل از اینکه اصلا هریس بیاد جای بایدن، یه جمله مشترکاً بسیاری از افراد خردمندتر از من تکرارش میکردیم که کشور باید برای هر دو شرایط توافق و عدم توافق برنامه داشته باشه. به خصوص از این بابت که نگاه ما اینطور بود که خیلی تفاوتی ما بین ترامپ و بایدن دور دوم حالا یا هریس وجود نداره. یه اتفاقاتی، یه ظرف زمانی مثل سال 10 برجام، مثل نیازهای آمریکا برگردوندن تولید صنعتی به داخل خودش که این فارغ از در واقع دموکرات و جمهوری خواه بودن، حالا به معنی ترامپیش مهم بود،
به ما میگفتش که اونقدی موضوع به لحاظ اینکه با سوال سختی مواجه هستیم متفاوت نیست. اینجور نیستش که مثلا یه میز مذاکره وجود داره که روش الگوی مشخصی برای گفتگو وجود داره و اون وقت سوال اینه که در تهران کی میخواد پشتش بشینه. و همیشه عرض ما این بود از تابستون سال گذشته حداقل که در سال آینده میزی برای مذاکره نیست. اگه مذاکره هم بخواد باشه باید میز چیده بشه برای مذاکره. الان تعارفشو که زدن؟ نه اصلا. ببینید ما بین گفتگوی رسانه‌ای کردن و جلوی دوربین چیزی گفتن و اینکه واقعا طرحی وجود داشته باشه یا اصلا طرف مقابل پیامی داده باشه برای مذاکره خیلی تفاوت وجود داره. یعنی الان از جانب آمریکا هیچ پیامی به ایران داده نشده که روی ما زمین نه روی زمین داریم نه روی زمین اینکه بگیم که یک بسته‌ای وجود داره که اون بسته در واقع داده شده یا اینکه حدودی وجود داره این خیلی مهمه. ببینید من یک خورده جلوتر صحبت میکنم که ما هم مکانیزم‌های شناختیمون نسبت به آمریکایی‌ها ناقصه، هم اون چیزی که به اون میرسه رو هم اشتباه متوجه میشیم. اما در نهایت میخوام بگم همه گفتگوی من در این گفتار و احتمالاً نکاتی که آقای محمدی هم خواهند فرمود ذیل همین عنوانه که اصلا معنا نداره که شما سوالتون این باشه که مذاکره بکنیم یا مثلا مقاومت بکنیم یا توافق بکنیم یا نکنیم، بلکه شما بایستی برای هر دو وضعیت توافق یا عدم توافق برنامه داشته باشید و اون وقت به طور دائم ذیل این دو تا برنامه اولیه به محیط در واقع سیگنال بدید و از اون بازخورد بگیرید و دائما تدقیق بکنید اون پنجره‌ای که دارید باش نگاه میکنید به دنیای پیرامونتون. و اصلا هیچ تضادی وجود نداره ما بین این که مثلا شما فرض فرمایید که بخواید با روسیه و چین کار بکنید و اینکه بخواید با آمریکایی‌ها مذاکره بکنید. اصلا معناش این نیستش که اینا با هم تضادی داره یا شما بایستی یکی از اینا رو به صورت کل انتخاب بکنید. حالا قابل بحثه، انتخابی جایی حتما معنا داره. خب تو این چارچوب هر چقدر جلوتر اومدیم این نبود برنامه برای توافق و عدم توافق جدی‌تر شده. من این خاطره رو چند بار گفتم، یه بار دیگه هم تکرار میکنم، نه از باب شماتت، از باب اینکه بدونیم در چه وضعیتی هستیم. در ایام انتخابات من توی مناظره با یکی از اساتید خودم که از طرف آقای پزشکیان تشریف آورده بودن گفتم آقا از دید من که ما بین ترامپ و بایدن اون موقع هریس نبود، تفاوتی وجود نداره. از دید شما که ترامپ و بایدن فرق میکنن، اگر ترامپ رأی بیاره برنامه شما چیه؟ اون بزرگوار خب سرشو انداخت پایین گفت خیلی سخت میشه. این که برنامه نیستش. یا مثلا این درباره وضعیت عدم توافق، یعنی مثلا الان خب همه نگاه میکنن که یادداشت امنیت ملی که ترامپ نوشته چیه، فارغ از اینکه طرف ایرانی اون رو اشتباه درک میکنه، در نیمه اصلی و نیمه دوم این یادداشت یه سری اقدامات برای فشار به ایران نوشته شده در حوزه انواع معافیت هایی که حتی خود ترامپ صادر کرده، حالا چابهار، حوزه کالای اساسی، غیره غیره، همه اینا قابل بحث دیگه. همه دارن واکنش نشون میدن بدونی که کسی کاری بکنه درباره انسداد در واقع اون حفره هایی که باعث میشه اون بتونه تهدیداتش در قسمت دوم رو عملی بکنه. این حالا معلومه مثلا درباره کالای اساسی اینقدر حرف زده شده، درباره متنوع‌سازی مواد واردات کالای اساسی، اینکه گفته بشه به اینکه آمریکایی‌ها نمیتونن به ایران فشار بیارن یا آمریکایی‌ها همه تحریمایی که میتونن اعمال بکنن و دیگه اعمال کردن، دیگه تیر دیگری در تیردانشون ندارن. نه اینا فشار ارزی و در واقع شوک ارزی نه هیچ ارتباطی به ترامپ نداره. مطلقاً مجموعه‌ای از اشتباهات فنی متعدد در داخل، در حوزه ذخیره‌سازی گازوئیل، در حوزه به هم ریختن ساختار فروش، در حوزه آزادسازی 9010، در حوزه و یک عالمه اشتباهات فنی در کنار همدیگه جمع شده این افزایش قیمت رو ساخته. حتی اگر بخوایم ارجاع بدیم به یه امر تحریمی، قطعاً به تحریم ترامپ بر نمیگرده، به تحریم 90 روز پیش بایدن برمیگرده. از این بابت اصلا جملاتی که مثلا آقای رئیس جمهور در استیزه های همتی گفتن که ترامپ اومد و ما اینجور شد و اینا هیچ ربطی واقعا به موضوع افزایش نرخ ارز نداره. اصلا یعنی نسبت به فضایی که میتونیم واردش بشیم الان تازه هنوز نرفتیم داخلش. و عرضون برسونم که هیچ کسی در این حوزه کار نمیکنه. در حوزه توافق هم آدما فکر میکنن که مسئله توافق مسئله سیگنال دادنه. شما ببینید
دولت 14 در همه رده ها شروع میکنه سیگنال مذاکره دادن. مشاور رئیس جمهور درباره سیگنال مذاکره حرف میزنه، معاون رئیس جمهور درباره مذاکره حرف میزنه، خود رئیس جمهور اساساً تنها برنامه‌اش اینه که بره مثلا با MBC صحبت کنه که بگه ما می‌خوایم مذاکره کنیم، ما مثلا شرافتمندانه گفتگو می‌کنیم. یا مثلا خب طرف یادداشت دولت ملی می‌نویسه توش یک کلمه اهدافی رو مشخص کرده، حالا تو گفتارش میگه به این که من می‌خوام شما مثلا چه میدونم بمب هسته‌ای نداشته باشید. بر اساس همون گفتار بدون که کسی متن رو بخونه در سطح رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور همه شروع میکنن سیگنال دادن نه ما که بمب نمیخوایم. اصلا در حالی که کارکرد دولت که سیگنال مذاکره دادن نیست، داشتن طرح مذاکره است. طرح مذاکره یعنی که شما چه چیزایی میخواید، چه چیزایی رو میخواید بدید و وقتی میگید چه چیزایی رو میخواید، چه اهدافی دارید، پس یه جایی وجود داره که اهداف محقق نمیشه، پس یه طرحی باید داشته باشید برای اداره کشور در شکلی که اون اهداف محقق نشده، پس طرح توافق حتما شامل عدم توافق هم هست. مطلقاً شما هیچ چیزی در این حوزه نمیبینید در دولت یا در کل حاکمیت. به طور خاص اینجا یه نکته پیش، اولا در کل حاکمیت، اما من چرا رو دولت دارم تاکید میکنم؟ ببینید ایجابی ترین جای جمهوری اسلامی ایران دولت. یعنی شما نمیتونید انتظار داشته باشید که مثلا قوه قضاییه طرح مذاکره بسازه، شورای نگهبان طرح مذاکره بسازه، یا مثلا شعام به طور خاص دبیرخونه شعام. اگرچه شما ازش انتظار دارید که این کار رو بکنه و اون کلا خیلی دوره از همچین ریلی، اما اونم بالاخره به صورت ماتریسی از بدنه کارشناسی دولت استفاده میکنه. اون جایی که تنها نقطه ایجابی جمهوری اسلامی ایران دولت و اون جایی که ازش شما طرح مذاکره باید بخواید، مثلا خود اون باید طرح مذاکره داشته باشه دولت. شما در سطح دولت میبینید به راحتی در اولین مصاحبه آقای عراقچی پس از وزیر شدن که میاد در صدا و سیما از موضوع برجام عقب میشینه. یعنی میگه آقا برجام یه چیزی بوده، حتما جوابگو یه اصلاحاتی بعد روش انجام بشه. شما همه این سالها مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی نکردید چون اون جزء کمیسیون برجام نیست و شما خواستید از برجام عقب نشینی نکنید. حالا در یک جمله در یک مصاحبه عقب میشید، اشکالی نداره ها. ببینید این در نقطه مخالفت با مذاکره نیست، این بخشی از کدوم بسته است. خب در این وضعیت که شما نمیدونید چی میخواید، نمیدونید کجا میخواید برید، انواع و اقسام پیشنهادهای میانجیگری هم روی میز شما میاد، از قطر و عربستان و از همه اینا بدتر روسیه، و شما در همه اینا دارید هاج و واج نگاه میکنید. وضع ما مثل یک کسی شده که وسط یه اتوبانیه، تحولات جهانی مثل ماشین ها با سرعت از اطرافش میگذره، وقایع ما بین آمریکا و کانادا، آمریکا و مکزیک، آمریکا و چین، روسیه و آمریکا و اوکراین، و ما فقط گوشامون رو گرفتیم هی سرمون رو تکون میدیم بدون اینکه اصلا بدونیم کدوم طرف این بزرگراه میخوایم بریم. بالاخره یه ماشین ما میزنه. آقای محمدی شما وضعیت رو چطوری میبینید؟ آمادگی ایران رو برای مواجهه با وضعیتی که پیش روه چطور ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم. امیدوارم که بحث خوبی رو پیش رو داشته باشیم. ببینید ما در گام اول هنوز نمیدونیم که ترامپ رو چجوری باید تحلیل بکنیم. یکی از بخش‌هایی که یادمه در نشست دوم درباره آمریکا ما داشتیم همین بود که ترامپ رو چجوری باید تحلیل کرد و فهمید. این مقدمه برای اینکه حالا باید چی کار باهاش بکنیم. ببینید الان ما با یک سندی روبرو هستیم که در فوریه 2025 منتشر شده و مواضعی که در قالب توییت یا مصاحبه اعلام شده و گاهن اخباری میشنویم درباره همین بحث‌های میانجیگری و اینا. به نظرم شاید لازم باشه و مهمه که ما یه بازخوانی از اون سند داشته باشیم. خب اولش که این سند منتشر شد توی در واقع محافل داخلی بحث شد که این ممورندوم یعنی چی؟ این در واقع یادداشت رئیس جمهور به چه معنیه؟ چقدر قدرت اجرایی داره؟ برای اینکه در واقع مشابهت یابی بکنیم، ترامپ وقتی می‌خواست از برجام خارج بشه سال 2018 می 2018 یه ممورندوم صادر کرد و از برجام خارج شد. بنابراین اگر بخواید اثر اجراییش رو ببینید فرقی با اکزیکیوتیو اوردر نداره و اثر اجراییش یکیه. نکته دوم این بحث بود که این سند دیگه جایی برای فکر کردن حتی به
در واقع تعامل با آمریکا نذاشته، به دلیل اینکه برخی از اهدافی رو اعلام کرده در این سند که غیر قابل پذیرشه. بله، مثلا گفته که شما حتی در حوزه در واقع اسم آورده از تسلیحات نامتقارن و تسلیحات متعارف ایران. خب اینا برای ایران غیر قابل پذیرش اگر قرار باشه در قالب مذاکره بکن، چون موضوع امنیت ملیه و توانمندی دفاعی، هیچ کسی این کار رو نمیکنه. ولی واقعیت اینه که وقتی در واقع بینندگان اگر بتونن مراجعه بکنن سند می 2018 ترامپ رو نگاه بکنن، یه سکشنی داره، فکر کنم سکشن 2 اینجا، سکشن 1 در واقع این سند پالیسی که بخش پالیسی سند توی ممورندوم سال 2018 فکر میکنم سکشن 2 عین همون متن 2018 که 4 تا هدف اعلام شده، عین همون بدون یک کلمه کم یا زیاد اینجا کپی شده. همه مواردی که در بخش مقدمه و در بخش در واقع پالیسی در این سند می‌بینید در سال 2018 هم اومده. بنابراین این سند تا اینجاش، یعنی تا بخش پالیسیش، نمیتونه مبنایی برای قضاوت ما باشه که حالا باید بریم باش مذاکره بکنیم یا نباید باش مذاکره بکنیم. اما سند یه بخش، یه نکته اینجا اضافه بکنم، ببینید اون نکاتی که در بخش پالیسی سند گفته شده نه پیش شرط مذاکره است نه نتیجه مذاکره است. ببین اونجا ترامپ گفته که در سندی که در واقع امضا کرده میگه من در واقع، ببخشید از اینکه این اصطلاحات انگلیسی رو اینجا به کار میبرم، میگه مثلا من در واقع برای اینکه ایران به اصطلاح هستی دست پیدا نکنه، میگه از لفظ دینایی استفاده میکنه، یا میگه ما قابلیت‌های منطقه ایران رو در واقع نیوترالایز میکنیم، یا درباره قابلیت‌های موشکی و تسلیحات متعارف ایران گفته که با اینا کانتر میکنیم، مقابله میکنیم. هر کدوم از این افعال یه معانی داره و برای تحقق این اهداف آمریکایی‌ها از یه مجموعه ابزاری توی جعبه ابزار خودشون استفاده میکنن. تنها جایی که در سند 2017 و در سخنرانی ترامپ در واقع سال 2018 گفته شده که از طریق مذاکره و دیپلماسی در واقع میرن به سمتش که در واقع ایران رو مهار بکنن، بخش هسته‌ای سنده. باقی بخش‌ها رو مثلا وقتی میگه که ما می‌خوایم در واقع با قابلیت‌های موشکی و نامتقارن ایران مقابله بکنیم یا کانتر بکنیم، کانتر کردن اینجا معنی مقابله به مثل کردنه. مقابله به مثل کردن میتونه از طریق ایجاد یه سامانه در واقع شبکه پدافند منطقه‌ای باشه، یا دریاپایه، یا در واقع زمین پایه باشه، یا میتونه از طریق ائتلاف سازی باشه، یا از طرق مختلف. آمریکایی‌ها برای رسیدن به این اهدافشون صرفاً منتظر این نیستن که به ایران فشار بیارن و در قبال فشاری که به ایران پای میز مذاکره بیارن و همه اون امتیازات رو پای میز مذاکره ازش بگیرن. اونم اینا در نظر میگیره که ممکنه مذاکره اتفاق نیفته و من نمیتونم وقتی در واقع به امید مذاکره بمونم هیچ کاری نکنم. اون همه کاراش رو انجام میده، یعنی میخواد سپاه رو تضعیف بکنه، میخواد در واقع قابلیت‌های منطقه ما رو تضعیف بکنه. همه اینا رو ابزارهای مختلف در واقع اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی، در واقع نظامی، همه اینها رو به کار میگیره. آیا منظور شما اینه که بر اساس این سند اهدافی که ذکر شده اینه که اونها مسئله مذاکره رو صرفاً در بحث هسته‌ای می‌بینن، تو باقی ماجراها اصلا قصد توقف ندارن؟ اینو بگم، من گفتم نه اینا پیش شرط مذاکره است نه نتیجه مذاکره. برای آمریکایی‌ها بد نیست که همه اینا رو بتونه تو میز مذاکره از شما بگیره، ولی اینجوری نیستش که اگر شما رفتین پای میز مذاکره آمریکایی‌ها همه اینا رو لیست بکنن و بگن شما باید امضا بکنید تا من به شما با توافقی بهتون برسم. میخوام بگم اینا معانی توافقی نداره برای ما. یعنی وقتی ما می‌خوایم درباره توافق فکر بکنیم، حالا من درباره اینکه با توافق و با مذاکره در شرایط فعلی موافقم یا نه در ادامه صحبت میکنم، ولی الان میخوایم ما این سند، اگه میخوایم اینو فقط در واقع ملاک قرار بدیم، اینجاش چیزی به ما نمیگه که اینا یا پیش شرط مذاکره است، همه اینا رو شما باید از قبل انجام بدید، یا نه در نتیجه مذاکره وقتی ما مذاکره کردیم همه اینا رو باید در واقع. سوال بپرسم، بین مواضعی که ترامپ خودش بیان میکنه، مثلا همین سندم که می‌خواست امضا بکنه یه نمایشی بازی کرد که اینه مثلا کاش نمی‌خواستیم امضا کنیم، مثلا اینجوری بوده. چند بار به قول شما گفته که مثلا من فقط میخوام ایران تسلیحات هسته‌ای نداشته باشه. بین این مواضع و مثلا چنین سندی کدومش رو باید جدی‌تر گرفت؟ خیلی تناقضی با هم دیگه ندارن. یعنی ببینید در مرحله اجرا وقتی ترامپ میگه که من از ایرانی‌ها میخوام فقط هسته‌ای نداشته باشم، معنی نیستش که من در سایر حوزه‌ها ایران رو رها خواهم کرد و ایران میتونه قدرت منطقه‌ای خودش افزایش بده، روابطش با قدرت‌های نوظهور تقویت بکنه، سپاه
در واقع دنبال فعالیت‌های منطقه خودش دوباره مثل قبل بره. میگه اونها رو ما یه تقسیم وظیفه‌ای کردیم و نهادهایی دارن اون کارا رو انجام میدن. اما درباره موضوع هسته‌ای چون ریسک بالایی داره، ببین هسته‌ای رو یا باید اونا آمریکایی خود چند تا گزینه بیشتر ندارن، یا باید بپذیرن که این قدرت هسته‌ایه و در واقع تمکین بکنن نسبت به این موضوع و کوتاه بیان، یا اینکه باید در قالب یک توافق در واقع دیپلماتیک ایران رو مهار بکنن، یا باید از طریق گزینه نظامی اقدام بکنن. خب آمریکایی‌ها نمیتونن در واقع بین در واقع اینکه ایران دارای سلاح هسته‌ای بشه و اینکه ایران رو در واقع بمباران بکنن یکی رو انتخاب کنن، چون هر دو تا گزینه‌های پر ریسکیه. نه میتونن در واقع ریسکای اشاعه‌ای بعد از در واقع دستیابی ایران به بمب رو بپذیرن، نه این طرف ریسکای ناشی از حمله نظامی رو میتونن بپذیرن. ببین الان حالا اینجا که وارد این بحث شدیم، من یه نکته بگم. درسته ایران ضعیفه، اونها هم میگن که، یعنی درسته این نکته که اونها میگن ایران ضعیفه و دائم دارن تو صحبتاشون مطرح میکنن و این محاسبهشون در روی ما اینجوری شکل گرفته که ایران یه وضعیت شکننده‌ای به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر هم شده. حالا ضعیف‌تر هم شده و در بعد بازدارندگی هم آسیب دیده. این حرفا رو میزنن، ولی این به معنی این نیستش که به راحتی بگن خب ببین اگر واقعا آمریکایی‌ها و حتی اسرائیلی‌ها جمع‌بندیشون این بود که ایران الان سامانه پدافندی نداره، به خاطر وضعیت داخلی امکان واکنش دادن به ما رو نداره و ما به راحتی هر هدفی رو بخوایم در دسترس ماست و اگر بزنیم با اطمینان بالایی از موفقیت عملیات در واقع اطمینان داریم. اینجوری نیست. چرا الان تو این نقطه نیستن با اینکه میگن ایران ضعیف شده، با اینکه این محاسبه رو نسبت به ایران دارن؟ چون از نظر اونها این بحث آخرین بحثایی که بین دولت بایدن و در واقع دولت ترامپ بوده در دوره انتقالی، این بحث بینشون مطرح بود. میگن خب دو طرف گفتن که با هم صحبت که می‌کردن، طبق اخباری که منتشر شده گفتن که ایران ضعیف شده. منتها دولت بایدن توی گفتگوهاش یه چیزی گفته که ظاهراً ترامپ رو هم قبول داره. اونم اینه که این ضعف با در واقع شرایط معمولی که کشور دچار ضعف میشه فرق داره. الان میگن ایران به نقطه‌ای رسیده از نگاه اونها که مسئله براش مسئله تبدیل به مسئله بقا شده. تو نقطه بقا درسته، ببینید آمریکایی‌ها شهید سلیمانی ترور کردن، ما عملیات در حد وعده ساده و در حد عملیات عین الاسد انجام دادیم. اسرائیلی‌ها در واقع به خاک ما حمله کردن، ما واکنشی نشون ندادیم. اینا درسته. منتها نکته‌ای که الان تو آمریکا بحث میکنن، میگن که در حالت عادی ممکنه ایران در واکنش به هر نوع اقدام نظامی ما یه عملیات محدود نظامی انجام بده. اما الان به دلیل اینکه رسیدیم به یه وضعیتی که ایران از نگاه اونها خودش رو در بقای خودش در معرض خطر میبینه، ممکنه در وقتی کشوری در واقع خطر بقا قرار میگیره کلا محاسبات استراتژیکش تغییر میکنه. یعنی میگه که خب اگر بناست من در واقع از بین برم، یه کاری میکنم که طرف مقابل هم همین اتفاق براش بیفته. اگر قراره که این ماجرا در واقع من در دبه پرتگاهی باشم بخواد طرف مقابل من رو هول بده، من میکشم اون رو با هم در واقع سقوط میکنیم یا با هم وارد باطلاق میشیم. اونا به این فکر میکنن که ریسک چنین اقدامی، یعنی هسته‌ای برای ایران فرق میکنه با زدن حتی یه پایگاه موشکی یا یه سامانه پدافندی. یه بخشی از در واقع عنصر هویتی ایران شده برنامه هسته‌ای. 20 سال داره سرمایه‌گذاری میکنه و وارد چالش شده با در واقع قدرت‌های غربی. این موضوعی نیستش که اگر حمله‌ای بشه بهش ایران به راحتی از کنارش گذر بکنه. یا در واقع ایران از نگاه اونها، و به نظرم میرسه که بعید، من نمیدونم در روز بعد از، به فرض که اونها بخوان چنین اقدامی رو انجام بدن، در روز بعد از اون حادثه یا ایران به این نتیجه میرسه که من وارد درگیری گسترده خواهم شد، یا به این نتیجه میرسه که اگر وارد درگیری گسترده نشدم میرم سراغ ساخت بمب. و اونا این دوگانه رو نمیخوان بپذیرن. این چیزی که ترامپ الان داره میگه توی همون مصاحبهش با شان هنیتی، میخوام بگم اینا خیلی با هم چیز نداره. تو مصاحبه با شان هنیتی میگه که در واقع ایران یک نظام ایدئولوژیک، برخورد کردن با نظام ایدئولوژیک در این وضعیت که داره هم خطرناک هم پرهزینه است. اون نمیخواد ریسک چنین درگیری رو قبول کنه. به خاطر همین تا حالا در واقع با ایده هایی که اسرائیل دارن درباره حمله همراهی نکرده، موافقت نکرده. اونا میدونن که یه حدودی رو باید رعایت بکنن توی این بازی. ضمن اینکه حالا من از اینجا وارد بخش دوم سند بشم، ببینید دیپلماسی فعلا چشم اندازی نداره برای اینکه بتونن آمریکایی‌ها موفق بشن توش. در بعد نظامی هم چالش دارن. یعنی من نمیگم که اصلا آمریکایی‌ها چنین اقدامی رو انجام، یه شروطی داره، مثلا اغتشاش گسترده در ایران صورت بگیره، اونا به این نتیجه برسن که نه، حتی ایران این
در واقع ضربه محکمی به بقای خودش نمیدونه، احتمالاً محاسبات استراتژیکش تغییر نمیکنه، یا اینکه در واقع اطمینان داشته باشن از عملیاتی که انجام میدن و اون عملیات موفقه، چون خود عملیات به غیر از اینکه ریسک داره درباره موفقیت عملیات تردید وجود داره در آمریکا، چون اگر بخوان در یه چیزی در وسعت برنامه هسته ایران رو نابود بکنن، قطعا با نه آمریکا نه اسرائیل با یه عملیات تک مرحله‌ای نمیتونه این کار انجام بده، به خاطر پراکندگی، به خاطر زیرزمینی بودن در واقع اماکن چندین دور عملیات نیاز داره، معلوم هم نیست که بتونن این عملیات ها رو در واقع به صورت پیوسته انجام بدن. بنابراین تو محاسباتشون در بعد در واقع دیپلماتیک اینه که فعلا در واقع نمیتونیم ورود بکنیم به صورت جدی، در بعد نظامی هم نمیتونن در واقع فعلا حداقل تا الان، تا زمانی که شرایط سیاسی و فنیش مهیا نشده، جزء گزینه‌های اولشون نیست. اونا میرن سراغ اقدامات دیگه‌ای که اتفاقاً در واقع نتیجه این نبرد رو این بود مشخص میکنه. ابعاد عمدتاً اقتصادی و اجتماعی ماجراست که سند 2025 ترامپ که منتشر کرده، بخش مقدمه تا حد زیادی و بخش پالیسیاش عرض کردم که مثل سند سال 2018 تفاوت زیادی نکرد، اما بخش اقداماتی که وجود داره اونجا 18 تا اقدام گفته، از جمله اینکه تلاش برای کاهش فروش نفت ایران، فعالسازی اسنپک، قطع معافیت‌های عراق، فشار به امارات، در واقع قطع معافیت‌های بندر چهار. بعضی از اینها در واقع اثر، با اینکه اقدامات محدودیان اثر مهمی میتونن داشته باشن، بعضیاشون اثر نمادین دارن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که آمریکایی‌ها رفتن سراغ در واقع این فاز که به ایران فشار بیارن و از در واقع ابزارهای فعلا غیر نظامی و در واقع غیر دیپلماتیک خودشون استفاده بکنن، به ایران فشار بیارن. حالا در اثر این فشار یا ایران ضعیف‌تر میشه یا اینکه مجبور میشه بیاد پای میز مذاکره، یا شرایط برای در واقع اقدام نظامی مهیا میشه. هر کدوم از اینها بشه برای آمریکایی‌ها یه حدی از مطلوبیت رو داره. این نکته‌ای که در واقع اینجا وجود داره و من میخوام به عنوان در واقع اولین نکته خودم در این بخش در واقع اشاره بکنم بهش، ما الان فرصت داریم برای اینکه جلوی این کار رو بگیریم. ببینید الان جلوی اینکه وارد این روندی بشیم که تهش معلومه. من نمیخوام بگم که ما میتونیم جلوی این روند رو بگیریم، متوقفش کنیم. همین الان هنوز در واقع از صدور در واقع ممورندوم تا الان حدود 1 ماه گذشته. در همین 1 ماه 2 دور تحریم نفتی علیه ما وضع شده و در واقع یه تعداد نفتکش ما، عددا رو من الان تو ذهنم هست ولی نمیخوام جزئیاتش اشاره بکنم، یه تعداد نفتکش ما تحت تحریم قرار گرفتن. در عین حال ما همین الان با یه تغییر سیاستی، با وجود فشارهایی که آمریکایی‌ها آوردن، تونستیم سطح فروش نفتمون رو نسبت به حتی ژانویه افزایش هم بدیم. آمریکایی‌ها، این نکته اولم اینه که آمریکایی‌ها سعی می‌کنند سرنوشت این نبرد رو در این بخش معین بکنن، یعنی با فشارهایی که ما میارن. نکته اولم اینه که ما نمیتونیم جلوی این رو بگیریم، به خاطر اینکه طرف مقابل ارزیابیش از سیاست فشار حداکثری در دور اول این بود که سیاست درست بود، زمان کافی برای اجراش ما نداشتیم. یعنی مشکلشون با اینکه ما میگیم که در دولت بایدن هم مقامات رسمیشون مثل بلینکن یادم میگفتش که این یه شکست در واقع فاجعه بار بود، کمپین فشار حداکثری به دلیل اینکه به اهداف خودش نرسید. تلقی تیم ترامپ و جمهوری خواها اینه که سیاست فشار حداکثری جواب میده اگر ما یه زمان محدودی داشته باشیم، حتی یه بازی زمانی 6 ماهه، و اقداماتی رو که قبلا نتونسته بودیم انجام بدیم الان انجامش بدیم، به نتیجه میرسیم. من میخوام اینجا به این اشاره بکنم که سیاست اونها الان نسبت به ما استفاده از ابزارهای ترکیبی به صورت فشرده و در یک تقسیم کار حتی با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایه. یعنی الان اوپک پلاس که اعلام کرده در ماه آوریل شروع خواهد کرد 2.2 میلیون بشکه نفت وارد بازار بکنه، این احتمالاً ما به سیگنالیه برای ما که ما میدونیم که همراه با کاهش افزایش فشار به بازیگران مثل ایران، ونزوئلا، بازیگران نفتی که خلأ حضور اینها در بازار رو بتونن در واقع بازیگران اوپک پلاس در واقع حل و فصل بکنن. بازیگران اوپک هم الان در واقع اوپک پلاس الان بیانیه میدن برای اینکه در روز حادثه وقتی میخوان افزایش بدن، در ایران نتونه متهمشون بکنه که تو داری واکنش میدی. از الان میگه که به هنوز درگیری وجود نداره، من تصمیمم از قبل گرفتم و بعداً فکر نکنی که این به خاطر اون بعد وارد درگیری بشه. توی این نقطه ما ابزارهایی داریم برای اینکه بتونیم فشار آمریکا رو خنثی بکنیم و من حالا در واقع در دور بعدی گفتگوها از این نقطه شروع میکنم که چرا در واقع ما در بازه زمانی کوتاه مدت نمیتونیم و چه بسا نباید مذاکره بکنیم با آمریکایی‌ها.
به خاطر در واقع اون نقطه امیدی که آمریکایی‌ها احساس می‌کنن در این بازی زمانی کوتاه مدت برای اعمال فشار دارن. من این رو در واقع در بخش بعدی از اینجا ادامه میدم و در واقع بیشتر درباره این صحبت می‌کنیم که الان مذاکره بکنیم نکنیم یا چه اقداماتی رو می‌تونیم انجام بدیم. آقای شاکری، شما اشاره کردید که ما هم باید یک سناریوی توافق داشته باشیم و هم یک سناریوی عدم توافق. اگر در مورد سناریوی توافق بخوایم صحبت بکنیم، گام به گام مثلا بخوایم به سمتی حرکت بکنیم که برسیم به یک توافق معقول شدنی که مثلا برای ما قابل پذیرش باشه، هم قابل فروش باشه به ترامپ اون چیزی که میخواد، معلومه انگیزش چیه، در واقع انگیزش هم باید در واقع صحبت بکنیم. این برنامه و این در واقع گام‌های رسیدن به اون معامله رو چی می‌دونید؟ عرض می‌کنم که برای داشتن سناریوی توافق اولین مسئله اینه که درک کنیم یعنی چند تا اصل اول میشه گفت، بعد این اصلا رو میشه به زمین نزدیک. اصل اول اینه که شما بایستی اولا بپذیرید که در تهران طرحی داشته باشید، منتظر طرف مقابل نباشید. این بسیار ضروریه. یعنی در شرایطی که وقایع پشت سر هم دیگه داره رخ میده، منتظر طرف مقابل موندن به معنی ورود به یک کانال بی پایانه، نه سنجش پذیری معنا داره، نه شکست و پیروزی معنا داره. وقتی که درباره طرح در تهران صحبت و هنوز در تهران اعتماد به نفس تولید طرح وجود نداره، این واقعیه. و اگر هم وجود داره خیلی گذشته نگره، یعنی هنوز فکر میکنه درباره یه چیزی مثل برجام یا برجام پلاس داره صحبت میکنه. درکی از تغییرات بسیار وسیع جهان از 2014 تا امروز نداره. نکته بعدی اینه که بایستی ملاحظاتی که همین تغییرات چه ملاحظاتی رو اضافه میکنه که جلوتر عرض میکنم. وقتی میخوام درباره اصول صحبت بکنم حتما در این مورد صحبت میکنم. نکته بعدی اینه که ما بپذیریم طرحمون بایستی طرح کاملا دقیق، فنی و پرجزئیاتی باشه، اما خودمون به دام طرحمون نیفتیم. ببینید در ایران ملاسف ما بین مذاکره کردن، توافق کردن و انتفاع از توافق هیچ فاصله ذهنی وجود نداره. آدما مذاکره نکرده در آرزوی انتفاع توافقن و این باعث میشه که خیلی وقتا از خیلی از اصولشون عقب بشینن به خاطر رویایی که از باقی مونده اون انتفاع در انتهای این تونل دارن. در حالی که شما بایستی بستر طراحی بکنید در حالی که آمادگی داشته باشید برای اینکه در واقع بسته رخ نده، نشه، منجر به توافق نشه. یعنی نبایستی طراح بسته خودش رو مدافع توافق تبدیل بکنه، بلکه باید مدافع بسته‌اش باشه. این خیلی مهمه. اینا جزئیات ذهنیه که ما بارها و بارها در ایام مذاکرات برجام، مذاکرات بازگشت برجام و غیره دیدیم. به همین خاطر من دارم تاکید میکنم. خب چند تا اصل حالا وقتی میگیم میخوایم یه بسته عمیق داشته باشیم برای مذاکره بدون اینکه بخوایم ازش لزوما دفاع بکنیم به هر قیمتی، چه اصولی باید داشته باشه و چه اصولی رو باید شامل بشه؟ اولا با علم به این که جنبش ماگا، جنبش میک آمریکا گریت اگین، یه ویژگی‌های درونگرایی در خودش داره و خیلی از اصول سیاست خارجی رو مبتنی بر اون درونگرایی داره میبینه. اصل اول قابل پیشنهاد اینه که شما تا جای ممکن بکوشید در سیاست داخلی آمریکا بهش امتیاز بدید که در سیاست خارجی آمریکا بهش امتیاز ندید. معنای این جمله چیه؟ معناش اینه که خب شما همیشه در طی همه این سالها یه سری مسائل مشخصی رو با آمریکایی درباره‌اش صحبت می‌کردید. موضوع منطقه بوده، موشکی بوده، هسته‌ای بوده. اونا می‌خواستن در این مورد صحبت کنن، شما میگفتید فقط هسته‌ای بوده. خیلی از منتقدین در داخل میگن به این که کاش اونا رو هم اجازه دادن حرف می‌زدیم. حرفای حوزه سیاست خارجی است و حوزه‌هایی که چند جانبه است. یعنی شما درباره منطقه که حرف می‌زنید، درباره عربستان هم حرف می‌زنید، درباره موشکی، درباره مثلا هسته‌ای که حرف می‌زنید، درباره مخالفت چین و روسیه، درباره اشاع هم حرف می‌زنید. اما شما میتونید در سیاست داخلی آمریکا جاگیری‌هایی انجام بدید که به شما این امکان رو بده که تا جای ممکن در داخل سیاست داخلی آمریکا کار بکنید. یعنی چی؟ ببینید ماگا به عنوان روی زمین ترین معناش که در کمپین ترامپ محقق شده، واجد تناقضات و حفره‌های بیشماریه. مثلا در واقع به دنبال افزایش توان تولید صنعت داخلی از طریق افزایش تعرفه است،
اما همزمان میدونید که افزایش تولید داخلی باعث میشه دلار آمریکا گرون تقویت بشه و توان تولید داخلی کمتر بشه. دنبال کنترل تورم، اصلا ترامپ بر روی موج تورمی در حوزه در واقع خوراک و خاروبار خانوار رأی آورده، اما از طرف دیگه خود تعرفه‌ها همه معانی تورمی دارن. شما ببینید اولین دفاعیات و اولین کلماتی که کانادایی‌ها و مکزیکی‌ها درباره در واقع اعمال تعرفه ترامپ گفتن چیه؟ شما مگه از ما نفت نمیخواید وارد کنید؟ شما مگه این غذایی که میخورید از ما وارد نمیشه؟ شما با تورم میخواید چیکار بکنید؟ واقعی پاسخی برای اینا وجود نداره. نکته بعدی در حوزه در واقع اخراج گسترده مهاجرین که پوزیشنش اومده، دو شکل داره اخراج مهاجرین. یک شکل که بیشتر فضای رسانه‌ای داره، در واقع همین مدلی که مهاجرین موجود رو توسط شرکت‌های خصوصی میرن در محلاتشون دستگیر میکنن و به وسیله هواپیما برمیگردونن که این نمیتونه سایز بزرگی داشته باشه، اما خیلی پروپاگاندا و خیلی در واقع شعاف بزرگی داره. یه چیز خیلی مهمتری که شروع شده به هر قیمت جلوی ورود مهاجرین رو گرفتنه و این گسترش پیدا خواهد کرد به در واقع اخراج عمده مهاجرین. اگر واقعا ترامپ دنبال اخراج 8.5 میلیون مهاجر باشه، چند تناقض وجود داره. اولا به عنوان بزرگترین برنامه اخراج مهاجرینی که قبل از این در دوره اوباما انجام شده، به ازای هر 100 شغل مهاجری که از بین میره 8 شغل آمریکایی از بین میره. یعنی کاملا برعکس گفته ترامپ که میگه شغلای ایجاد میشه، شغل از بین میره. در ثانی نقطه اصلی حضور مهاجرین در صنعت کشاورزی، فراوری گوشت و غذاست، یعنی صنایعی که تورمش مهم بود و شما این تو محاسبات تورمی که تورم هسته محاسبه میکنید به خصوص حوزه مواد غذایی رو ندارید، انرژی رو ندارید، در حالی که اینا چیزایی که خانوار رو فشار بهش میاره و شما مستقیما دارید کارگران رو اخراج میکنید که 50% کارگرای این حوزه رو داره در واقع پوشش میده. بعد به طور خاص کارگرای لاتین که الان محل تمرکز ترامپ هست، کارگرایی هستن که حقوق کارگران لاتینی جدید از حقوق کارگران لاتینی قدیم کمتره. درباره سیاه‌پوستا اینجوری نیست. سیاه‌پوستا حقوق مهاجرین کمتر، حقوق مهاجرین جدید از قبلی‌ها بیشتره. پس شما خود به خود دارید مستقیما با جلوگیری از ورود مهاجرین لاتین از سمت جنوب قیمت تمام شده رو در حوزه مواد غذایی بالا میبرید. یه تناقض، کسی پاسخی برای تناقض نداره. ما چه اثری میتونیم برای این مسئله بزنیم؟ درباره همه اینا میشه پوزیشن گیری کرد. اینکه شما چیلی میتونید بسته‌ای رو طراحی بکنید که به سوال صنعتی آمریکا در حوزه مشخصی جواب بده. یعنی چیزی که من میفهمم اینه، شما میفرمایید در مذاکره بین ایران و آمریکا ما به جای اینکه بریم تو این بازی که بخوایم درباره موشکی چه بیاریم وسط و اونها رو یه مابعضایی ازش بگیریم، بریم بگیم چه نفعی به آمریکا در داخل خودش. در واقع شما طراحی‌های متعددی میتونید بکنید که به جای اینکه درباره محدود کردن بیشتر خودتون بحث بکنید، درباره این بحث بکنید که امتیازاتی که اون به شما میده چیلی میتونه منجر به نفع خودش باشه. در واقع معامله کردن صرفاً جابجا کردن نقاط قوت نیست. خیلی وقتا شما میتونید با نقاط ضعفتون نقاط ضعف طرف مقابل پوشش بدید. این خیلی با معانی که الان در تهران صحبت میشه فرق داره. ببین باز تاکید میکنم، ظاهر حرفای من قشنگه ها، دارم میگم ما میتونیم اینجوری فکر نکنیم که همش نقاط قوت اون طرف مقابل، ما نقاط ضعف اون طرف مقابل میتونیم بدیم. ما میتونیم درباره داخلی آمریکا حرف بزنیم، در حالی که همیشه این کارو نمیکردیم و الان فضا برای همین چیزی بازه. اما من در دام این نمیافتم که بخوام بگم پس چه چیز هیجان انگیزی وجود داره، چه توافق راحتی وجود داره که ما بهش فکر نکردیم. نه، این بسته فکر شده است که اگر بنا باشه توافقی به وجود بیاد که بیشترین انتفاع به طرفین برسونه، یه همچین بسته‌ای میتونه این کارو بکنه. و نکته بعدی اینه که تا جای ممکن باید شما سنجش پذیر حرف بزنید. وقتی بحث سنجش پذیری رو میکنیم معناش اینه که ابداً رفع تحریم نمیتونه هدف گذاری شما باشه. ببینید این بحثا که قبلا درباره حوزه انتخاب میکردیم و گفتگو میکردیم در دوره دموکرات‌ها در ایام انتخابات ریاست جمهوری و غیره، الان خیلی بیشتر معنا داره. در حضور لایه‌های متعدد تحریمی اینکه شما متمرکز باشید روی خواسته‌های سنجش پذیر بسیار مهمه. ببینید مذاکره کننده ایرانی در لایه صف
کاملا با امتیازات سنجش پذیر مخالفه. به این خاطر که اون وقت اولا شکست و پیروزی معنا پیدا میکنه، یعنی شما میرید مذاکراتی که توش امکان داره شکست بخورید و شما وقتی برنامه‌ای ندارید برای وضعیت شکست همه کار میکنید که مذاکره شکست نخوره. در ثانی چون در ایران ممکنه شما به توافق برسید، برای طرف مقابل زیر امتیازاتش بزنه، چون در ایران مقصر مذاکره کننده خواهد بود نه اون طرف مقابلی که زیر این میز زده، مذاکره کننده همیشه دنبال بیشترین ابهامه. خیلی مهمه که ما بر نگردیم به ادبیات رفع تحریم، به خصوص در شرایط فعلی. ببینید به هیچ وجه رفع تحریم انتفاعی برای ایران در شرایط فعلی ایجاد نمیکنه اگر شما اهداف مشخص سنجش پذیر توش طراحی نکرده باشید. نکته بعدی درباره حوزه میانجیگری. ببینید این که شما فکر بکنید به این که شما باید میانجی داشته باشید که این میانجی به نفعش باشه که خواسته های شما محقق بشه. من یه نکته خیلی مهمه که درک من گفتم ما توی یه خیابونی هستیم، اتوبانی هستیم، اتوبان بهتر از خیابونه، ماشینا به سرعت از طرف ما میرن، ما فقط سرمون رو میگردونیم که حالا چیکار بکنم. ببینید ما در یک نظم جدیدی از بازار نفت هستیم که در این نظم یه نظم سه‌پایه است مبتنی بر عربستان، روسیه و آمریکا و چون درش بخش مهمی است، نه فقط چون تولید آمریکا زیاد شده بلکه چون بخش مهمی از تولید جهان به جایی از جهان رفته که کاملا ایمنه، یعنی شما در طی یک سال آینده پیش بینی جنگی در داخل آمریکا نمیتونید بکنید. و بخش دیگریش در روسیه است، روسیه‌ای که هم میتونه صادرات امنی به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان یعنی چین داشته باشه به خاطر همجواری با چین و هم سلاح هسته‌ای داره. و سوم عربستانی که اگرچه به لحاظ امنیتی شکست پذیره اما با یک رشته توافقات امنیتی با همسایه‌های ضعیف شده خودش به خصوص ایران و مصر تونسته برای خودش فضای امنیتی جدیدی رو درست بکنه. در این بزرگترین سوالی که همیشه توی رسانه‌های آمریکایی توی ایام عملیات‌های متقابل ایران و رژیم صهیونیستی وجود داشت این بود که از قیمت نفت چی؟ آره یه همچین اتفاقی 10 سال پیش میفته، قیمت نفت مثل راکت میره بالا، چرا هیچ چی نمیشه؟ چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ و پاسخ این بود که در این نظم سگانه فقط بازیگرای بزرگ مهمن با سایزهای تولید 9 میلیون، 10 میلیون، 13 میلیون بشکه نفت و بازیگرای کوچیک مثل ونزوئلا، ایران، نیجریه، عراق اصلا اینا مهم نیستن. و شما چون میدونید که همزمان در همه اینا هم بحران به وجود نمیاد، کاملا میتونید ببینید که اینا از گوشه لبه میز دارن بیرون میافتن. خب پس سوال ایران این میشه که آقا من تا جای ممکن باید بیشتر نفت تولید بکنم، بیشتر نفت صادرات بکنم، یعنی هم بیشتر تولید بکنم هم مصرف داخلی ما کم بکنم که چون ما یه مصرف داخلی به شدت مصرفانه‌ای در حوزه بنزین و گازوئیل و غیره داریم. مثلا ما با برگردوندن میزان مصرف بنزینمون از مثلا فرض کنید که 120 میلیون لیتر به 80 میلیون لیتر، 1,500,000 بشکه نفت جدید مواجه میشید. خیلی عدد بزرگه. خب توی شما باید به هر قیمتی دنبال افزایش مصرف باشید، افزایش صادرات باشید. ببینید هیچ وقت روسیه اینجا نمیتونه میانجیگر شما باشه چون نفعش اینه که کاملا این نظم سگانه باقی بمونه. ببینید ممکنه اون به شما گارانتی‌های امنیتی بده، ممکنه از امنیتی به شما چیزی بده که به نفعتون تموم بشه، ممکنه همونطور که در حوزه برجام سوال این که مثلا کیک زرد کجا برود و پاسخ بده، اما اون هیچ وقت توافقی رو برای شما کارسازی نمیکنه که توش بخشی از موضوع بازگشت شما به عنوان بازیگر مثلا بیشتر از 1.5 میلیون بشکه صادراتی به بازار باشه. هیچ وقت اون این کارو نمیکنه. یا مثلا قطر و عربستان سوال خودشون در منطقه رو به سوال ما بین شما و آمریکا تبدیل میکنن، در حالی که این سوال واقعا سوال آمریکایی‌ها نیست. ببینید به طور دائم هم در زمان دموکرات ها هم در دولت فعلی در ایران شما به عناوین مختلف میبینید طرح واعظ نصر میاد رو میز، طرحی که برای که بینندگان بدونن، طرحی که میگه آقا شما یه مذاکره هسته‌ای باید با اهالی جنوب خلیج فارس انجام بدید، رژیم امنیت جمعی با اونا داشته باشید، در حوزه هسته‌ای بازرسی‌های متقابل داشته باشید و حالا آمریکا هم یه مزایای حدودی، یه معافیتایی برای تجارت با جنوب خلیج فارس به شما میده.
این چیزی نیست که به کار ما بیاد. این پاسخ به سوال ما و آمریکا نیست. ما کشوری هستیم که به صورت سنتی و تاریخی سوال مشکلمون با همسایگان رو با ایجاد رابطه با قدرت‌های اقتصادی که با ما فاصله دارن حل می‌کردیم. بعد الان بیایم خودمون روابطمون با اونها رو بیاریم زیر روابط با همسایگان. اینا فاجعه است. اینا ناشی از بی‌ایدگیه. حتی اگر شما به دنبال میانجی هستید و فکر میکنید به اینکه میانجی لازمه، که من فکر نمیکنم لزوما من فکر نمیکنم مذاکرات علنی لازمه، فکر نمیکنم میانجی لازمه، اما اگر فکر میکنید میانجی لازمه، راست جهانی جریان نزدیک به ترامپ بسیاری وجود داره که مصرف کننده نفتن و هیچ ربطی به روسیه ندارن. چرا شما باید وایسید که روسا برای شما پیام بیارن؟ اینا خیلی بده. ببین اینا باز همه اینا رو میگم، معنای این حرفای من این نیست که پس فردا صبح بریم مذاکره کنیم، ما راهی به جز توافق نداریم. من به شما عرض میکنم که اساساً علت منع مذاکره صریحی که رهبری انجام دادن از دید من نه صرفاً به عنوان تحلیل، اینه که دولت در تمام این مدت نشون داد برنامه به جز توافق نداره. چون من عرض کردم داشتن طراحی برای توافق شامل طراحی برای توافق هم هست، لاجرم لابد به اوغلایی. وقتی شما تنها پیامت این باشه که من به جز توافق گزینه‌ای ندارم و در سطوح مختلف دولت این رو در واقع هم آشکارا و هم نهان پشت سر هم تکرار بکنید که واضحه، اصلا نتیجه معقولش منعه، اصلا چیزی به جز این نمیاد. من اینجا یه نقد خیلی جدی بکنم. ببینید آقای پزشکیان در جلسه استیضاح آقای همتی میاد میگه به این که خب من میخواستم مذاکره بکنم، رهبری نذاشت، ما تبعیت میکنیم و تمام. ببینید بله من این تابعیت از ولایت فقیه رو ارج میدم، ولی این چه گفتاریه که شما بعد از این همه واقعه هنوز نفهمیدید که اصلا ضعف در شماست و بعد میاد اینجوری جلوی رو سن در این موضوع بی ربطی و کل موضوع رو به گردن رهبری میندازید، در که شما مسئول طراحی هستید، شما تنها جای ایجابی این نظامی. خب اون وقت کل موضوع این شده که من میخواستم مذاکره کنم نذاشتن. خب شما بدون برنامه عدم توافق چلی میخواستید مذاکره بکنید؟ شما وقتی که طرف مقابل میدونه که در همین حوزه‌هایی که در همین یادداشت تربیت ملی هستش، وقتی میدونه شما در حوزه کالای اساسیتون به اون وابسته اید و آخرین رویش‌های حد شما در همین میز، پشت همین میز من همین گفتگو داشتیم با آقای امینی رعایا، خاطرتون باشه درباره حوزه کالای اساسی، ایشون گفت ما یه همچین کاری کردیم، گفتم آقا این کار کافی نیست، اما آقا اون بالاخره یه جوانی است، همون جوان دارم در این دولت سر بریدن یا در حوزه وابستگی میلیارد دلار روزانه. بله همونم تازه من با تقاطع مخالف بودم. آقا بالاخره اون یه مسیر جایگزینیه، تو چرا همونم ادامه نمیدی؟ چرا آدم هایی که مخالف اون موضوع هستن رو بهشون اینقدر بهای سیاسی میدی، هم در وزارت جهاد هم در حلقه نزدیکان رئیس جمهور؟ آقا بالاخره واضحه که شما مسئله شماره یکتون معلوم است. وقتی که شما نزدیک، این هم گفت چه تفاوتی نسبت به گذشته کرده، خب الان معلومه مسئله شماره یک نزدیکی آمریکا و روسیه به هم دیگه است و خیلی هم واضحه که سریعتر چیزی که فکر میشد این کار داره انجام میشه. خب پس چینی‌ها هیچ وقت سهمیه شما رو کم نمی‌کنن، اما آمریکایی‌ها که یک کلمه ایست بازرسی در راه شما دارن، تنگه مالاکا هست، نوع در واقع صادرات شما هست، خب شما چه فکری در این حوزه کردی؟ بعد اولین سوالم اینه که اولین گفتت اینه که من می‌خواستم مذاکره کنم، ما تابع ولی فقیه هستیم. چه تبعیتی از ولایت فقیه؟ یا مثلا واضحه که شما در سوال درهم به مسئله میخورید، شما روابط ویژه سجوانی با ترامپ رو دارید میبینید، شما روابط اماراتی با ترامپ رو دارید میبینید، رفت و آمد در واقع به زاید رو دارید میبینید، همچنان شما تلاشتون اینه که یه درهم بیشتر از داراییتون رو بکنید درهم بکنید، مصروف مداخله بکنید، من غیر از اینه. خب بعد در نهایت میگیم ما خواستیم توافق بکنیم نشد. شما اول یه نشون بدید، اقلا بخواید ضعفتون رو بپوشید. من به همین صراحت میگم، چون من همون اول گفتگو، اول این بخش گفتارم عرض کردم درباره توافق حرف دارم میزنم. اصلا موضوع مثلا مخالفت با توافق یا دیگه
و نکته هم اینه، فکر نکنیم، ببین یکی از بدترین حرفایی که گفته میشه در توسط بعضی از افراد به طور خاص مثلا نزدیکان آقای جلیلی مثلا میگن به این که ما دیگه آمریکا همه تحریماش هم دیگه کار دیگه ای نمیتونه بکنه. بعد این واقعیت نداره، این وجود نداره. من خودم عرض کردم که مثلا افزایش نرخ ارز در این دو ربطی به تحریم آمریکا مستقیم نداشته، عرض کردم دلایلش هم گفتم. اما اینجوری نیست که ما در واقع اونها موارد متعدد و کم تعداد به لحاظ تعداد و مؤثر به لحاظ اثرگذاری دارن که ما کار نکردیم در مقابلش و میتونیم کاری بکنیم. اگه نمیتونستیم کاری بکنیم اصلا معنایی نداشت من و شما و آقای محمدی جلوی دوربین بشینیم این چیزا رو بگیم که ما میگفتیم دیگه این اراده خداونده داره میاد. اما وقتی این همه اولا راه حلش مشخصه، خودتون بخشی از این رو در قالب جمهوری اسلامی ایران قبلا انجام دادید، وقتی همون هم تکرار نمی‌کنید خب آدم تعجب میکنه. در واقع اگه درست فهمیده باشم شما میفرمایید میشود با آمریکا معامله کرد، به توافق رسید. اولا شرطش اینه که باید برای اون جاهایی که اون الان امید به فشار داره یه دوره‌ای ما امکان خنثی کردن رو داشته باشیم و الا خب اون فشارش رو میاره و حداکثرش رو میخواد ببره. و اگر هم میخوایم معامله بکنیم این معامله نفعش خروجیش واسه ما باید امکان فروختن بیشتر نفت باشه و هر چیز سنجش پذیر. اما به لحاظ سیاسی مهمترین نکته افزایش میزان فروش نفت با همه معانیش، یعنی اون چیزایی که پروژه‌ای که کمک می‌کنه مصرف داخلیتون کم بشه و اون چیزایی که کمک کنه فروش خارجیتون بیشتر. و این اولین در واقع خروجی که به ما میده اینه که چنین معامله نیاز به میانجی نداره، میشه با آمریکا مستقیما در رابطه باش در خفا صحبت کرد. دلیلی هم نداره علنی باشه، اما اگه لازم میانجی داشته باشه روسیه نباید روسیه یا عربستان یا کسی باشه که خودش ذی‌نفع محدود نگه داشتن ایران هستش. جناب محمدی شما داشتید نکاتتون رو می‌فرمودید که حالا قرار شد در بخش دوم ادامه بدید، اما من حالا خواهشم اینه که چون یه جایی یک بحثی رو باز کردید فرمودید که اسرائیل اراده‌ای الان داره و آمریکا لزوماً با اون اراده همراه نیستش، یعنی آمریکا ترجیحش به اینه که حتی آمریکای ترامپ ترجیحش به اینه که کار به مثلا چیز نظامی نرسه، جوریه انجام بده، ولی مثلا اینکه اسرائیل مثلا ترجیح دیگه‌ای داره. اینم خواستم اگه امکانش هست اولش مقدار باز کنیم. باشه اگه میشه اینو آخرش من چون یه جای بحثمون مرتبط با آقای شاکری من تکمیل بکنم، چون موضوع الان کشور ما اینه که خب بریم مذاکره بکنیم. معمولاً هم کسایی که میخوام بگم بریم مذاکره بکنیم از اینجا شروع میکنن که نرخ اگر اقتصادی باشه میگه نرخ تورم رو نگاه کن، انباش سرمایه رو نگاه کن، فروش نفت رو ببین، وضعیت فقر رو ببین، ناترازی‌ها رو ببین. با این وضع کشور داره نمیشه. وقتی بهشون میگیم که خب باشه اگر شما میخواید این مشکلات حل بشه، نکته که آقای شاکری میگن که باید ایده داشته باشین، میگه خب نشون بدید به ما اون طرحی که میخواین شما با این برید با طرف مقابل صحبت بکنید و این مشکلات حل بکنید، اون طرح چیه؟ دقیقاً قراره تو کجاها، چقدر و چه جوری سرمایه گذاری بشه. یعنی این مشکلات چه راه حلی داره، کجاهای خارجی، کجاهاش از بیرون میخواید بگیرید، کجاهاش خارجی و چه تضمینی وجود داره اون به شما این امتیازات رو بده. ببینید 2018 که ترامپ از برجام خارج میشه، مخاطبای ما اگر فرصت داشتن اون سخنرانی رو ببینن، ترامپ 4 تا اشکال درباره برجام مطرح میکنه. یه اشکالش میگه که این بازه زمانی داره، کوتاه مدت. یه اشکالش اینه که میگه نظام بازرسیش در واقع نظام بازرسی نیست که ما رو قانع بکنه. 3 میگه که شامل موضوعات دیگه موشکی منطقه‌ای نیست. یعنی وقتی هم میگه که من فقط هسته‌ای میخوام، منظور او از هسته‌ای و کلمه‌ای که ایران هسته‌ای نباشه یه معانی غیر هسته‌ای هم ممکنه پیدا بکنه. نکته 4 که اشاره میکنه میگه که ما تو برجام به این امتیاز بیش زیاد، چرا ما باید به این انقدر امتیاز میدادیم؟ ببین نکتهش اینه که شما چه انتظاری از مذاکره دارین؟ وارد مذاکره میشیم، ما میتونیم با دلایل مختلف وارد مذاکره میشیم برای اینکه مدیریت تنش بکنیم، وارد مذاکره میشیم برای اینکه امتیازهای حداقلی برای مشکلات خاص خودمون داشته باشیم، وارد مذاکره میشیم برای اینکه بتونیم مشکلات خودمون رو در یک پهنه گسترده تری حل بکنیم. متناسب با هر کدوم از این سناریوهایی که شما دارین ما باید بدونیم که شما یه برنامه‌ای دارین. اون نکته که آقای شاکری میگن نکته دقیقیه. یعنی وقتی منع مذاکره اعلام میشه چند تا وجه داره، در حداقل در استدلال‌های رهبری. یه وجهش همینه
که شما اصلا دنبال چی میگردید توی موضوع مذاکره، چی کار میخواید بکنید، آماده ای که بری همه چیز رو در واقع معامله بکنی. آیا این مثلا شروع مقدمه مذاکره و شروع مذاکره با اینه که اعلام آمادگی بکنی که من حاضرم در همه حوزه‌ها مذاکره بکنم با شما؟ ببین الان خب تجربه بقیه کشورها رو داریم میبینیم. بعضیا اشکال میگیرن که چرا شما در دور اول ترامپ نرفتید برجام رو اصلاح بکنید، اصلاحاتی میزدید و حل میشد و اینا. ممکن بود البته، یعنی ما حالا باید بررسی بکنیم که میشد یا نمیشد، با وجود البته در واقع ذی‌نفعان تخاصمی که در آمریکا وجود داره، در حالی از ابهامه که این ممکن بود یا نه. ولی فرض می‌کنیم مثلا ما این کارو می‌کردیم، مثل اتفاقی که برای نفتا افتاد در همون دوره. خب مذاکرات طولانی رو از 2018 تا 2020 اینا انجام دادن و در واقع نفتا اصلاح شد، خیلی اصلاحات جدی هم در واقع رخ نداد. خیلی میگفتن خب شما مثل همون نفتا این کارو انجام میده. ولی الان ببینید مگه کانادا مذاکره درباره نفتا نرفت وارد مذاکره نشد، مگه امتیاز نداد به ترامپ؟ الان میگه که در این دعوایی که با ترودو دارند و فرماندار خطابش میکنه، میگه کل خاک کانادا باید مال من باشه، کانادا باشه، گرینلند باشه، پاناما باشه. ادعاهایی که داره میکنه اصلا ادعایی نیستش که اولا یه ادعا درباره متحدینشونه، بعدم ادعای نیست که کسی بتونه اینا رو درباره‌اش اصلا فکر بکنه به اینکه حالا وارد چانه زنی بشیم، وارد رای زنی. یعنی این تصورم که ما یه امتیاز کوچیکی به این میدیم، یه امتیاز محدودی به این میدیم و در واقع ترامپ رو از سر خودمون باز میکنیم، نه اینکه نشدنیه. میخوام بگم که پیچیده است. حالا مخاطبین که ما رو میبینن ممکنه بگن که ما آخر نفهمیدیم اینا چی میگن. چون انتظار دارم ما یا شعار بدیم که زنده باد مذاکره یا خلافش بگیم. یعنی مثلا فاز کارشناسی اینه، یه عده‌ای میگن باید بریم تعامل بکنیم، یه عده میگن نه به دلیل تعامل نباید بکنیم، باید بریم تقابل بکنیم. حالا انتظار مخاطب اینه که بالاخره ما رو یه برچسبی بزنه که اینا حامی توافقن یا مثلا موافق تقابلن و میگن باید بریم. واقعیت اینه که موضوع خیلی پیچیده تر از اینه. یعنی ممکنه شما همزمانی که دارین مذاکره میکنین همزمان در عین حال تو جنگ با همدیگه هم باشین. و درک کردن این پیچیدگی به نظرم یکی از در واقع گام‌های رو به جلو و رو به رشدی که ما میتونیم تو ایران ببینیم. تقریبا میتونم بگم که این فضا بین فضای نخبگانی ما اولا پذیرفته شده نیست. وقتی درباره مذاکره صحبت می‌کنیم، کسانی که میگن خب باید جلوی آمریکا وایسی، میگن خب اینا وادادن. وقتی درباره تقابل می‌خوایم صحبت بکنیم، بگیم که شما باید بازدارندگی ایجاد بکنید، باید بتونید تاوری خودتون به طرف مقابل نشون بدین، یا خب یعنی اینکه نمی‌خواید مذاکره بکنین دیگه و نمیتونیم کشور ادامه بدیم. واقعیتش اینه که همونجوری که آقای شاکری هم گفتن، داشتن یه برنامه برای مذاکره و برای عدم توافق به صورت توامان اولین شرط اصلا وروده. یعنی یه سوال اینه که ما کی باید وارد میز مذاکره بشیم، یه سوال دیگه اینه که او کی وارد مذاکره جدی با ما میشه، همینجوری که الان نشد. یه شرط برای ما، شرط اول برای ما اینه که ببینید وارد مذاکره هم شدیم، به خصوص با ما، حتی مذاکرات کره شمالی 2018 انجام شده، آیدی که برای کره نداشته، که اتفاق بعد فریز شده دیگه، تنش فریز شده، آیدی که براش نداشت. اگر بخوایم شبیه همون مدل رو درباره ایران در واقع انجام بدیم، اولا خب 2 سال طول کشیده، یعنی 2016 تا 2018 این طول کشیده. شما تو این 2 سال برنامه‌تون چیه؟ فرض کنید همین الان رهبری به شما گفتش که من اذن میدم شما بریم مذاکره بکنید، وارد مذاکره شدین. تو این وضعیت بلبشویی که الان می‌بینید که ترامپ در واقع امروز به یکی میگه دیکتاتور، فردا ازش تو کنفرانس خبری میپرسن تو چرا به این گفتی دیکتاتور، میگه مثلا من کی گفتم که این دیکتاتوره، و موازه یه بازه زمانی مثلا 48 ساعته و مثلا 72 ساعته داره، همه چی در حال دگرگونیه و وضعیت به شدت غیر قابل پیش بینی و وضعیت عدم قطعیتی که توش قرار داریم خیلی سنگینه. اولا معلومه اصلا کی به نتیجه برسه، دومی که اگه به نتیجه رسید معلومه که چقدر پایدار بمونه. ببینید یه عده‌ای، یه لابی جدی در آمریکا ذی‌نفع اینن که حالا اسرائیلی و غیر اسرائیلی ذی‌نفع اینن که رابطه ایران و آمریکا در تنش باشه. اینا تمام تلاش، حتی اگر فرض کنید همین امروز، همین فردا صبح ترامپ اعلام کنه که میخوام باشم توافق کنم، اصلا توافق یک طرفه هم اعلام بکنه، از فردا ذی‌نفعانه شروع میکنن به در واقع زیراب زدن توافق که نه توی ابزاری داشتی که میتونستی استفاده کنی، میتونستی فروش نفت ایران رو به صفر برسونی، میتونستی از اون امتیازات بیشتری بگیری، بزن زیر توافق، و یه بهانه‌ای هم از نوع رفتارهای ما ممکنه بگیرن و دوباره توافق رو نقض بکنن به امید اینکه با افزایش فشارها بتونن امتیاز بیشتری بگیرن. شما باید برای این بازه زمانی که فرض کنید از امروز اعلام شد که شما میتونید مذاکره بکنید، از این زمانی که میرید وارد مذاکره میشید تا زمان دستیابی به توافق، و بعد از توافق برای اینکه توافق رو پایدار بکنید باید
طرف مقابل به این نقطه‌ای برسونید که اون اولا با شما وارد توافق بشه، دو وارد توافق شد بتونه با شما در واقع توافق با شما ادامه بده، سه اینکه به شما امتیاز بده. یعنی گفتم تو موضوع برجام طرف مقابل میگه من حتی همون امتیازی که تو برجامم دادم که از نظر ما امتیاز ناکافی بود برای رفع مشکلات ما، بالاخره ما در دوره‌ای که برجام امضا شده بود اجرا میشد اعتراضات دی 96 رو داشتیم. این یعنی اینکه بالاخره همون موقع با اینکه فروش نفتمون حد قابل قبولی بود ولی این تکافوی در واقع مشکلات ما رو نمیده. یعنی حتی الان وارد مذاکره بشیم بعید میدونم که ترامپ در همون حد میخواد به ما امتیاز بده و با این مشکلاتی که ما الان داریم. بنابراین اولا حدود خودمون باید حدود انتظارمون رو از موضوع مذاکره مشخص تعیین بکنیم و معلوم بکنیم. ببین قرار نیست، بله کشور یه لیستی از مشکلات داره، تورم بالا داره، فقر داره، مشکلات ناترازی داره، قرار نیست با مذاکره شما همه این مشکلات رو حل بکنید. نه اینکه نمیشه، طرف مقابل اصلا به شما نمیذاره وارد این موضوع بشید باش مذاکره بکنید. بنابراین حالا بعضی الان تو کشورم اینجوری شده که شما یا حامی چین باید باشین یا حامی مذاکره با آمریکا باید باشین یا حامی تعامل با روسیه باید باشین. نمیشه شما، اگه ما نباید یه فردی رو داشته باشیم که همزمان بگه که شما میتونید با آمریکا مدیریت تنش بکنید، با چین باید در واقع توافق راهبردی امضا بکنید و برید به سمت عملیات سازی و اجرا کردن اون. همونجوری که میگم در حوزه تعامل و تقابل میگم باید یه جور انتخاب کنید، تو کشورها هم همینه و باید در واقع دسته‌بندی‌ها کاملا مشخص و شفاف باشه. اگه کسی هم بخواد این وسط‌ها چیز بکنه میگم این موضوع دیپلماتیک داره میگیره. فرصت رو گفتید، آخه من میخوام بگم اصلا فرصت شاید از اینم کمتر باشه. مثلا کی میدونه شاید خیلی زود به نقطه برسیم که اون بمباران مثلا بخواد بمباران مرکز اصلی خیلی زود بخواد مثلا اتفاق همین نکته. ببین اولا ما با سناریوهای مختلفی مواجهیم. وضعیت هم وضعیت کاملا عدم قطعی. ممکنه شما وارد مذاکره بشید، طرف مقابل این احساس رو در حالی که شما در حال در واقع وضعیت مذاکره هستید یه اتفاقی بیفته، عملیات فالس فلگی رخ بده، در واقع اتفاق دیگه‌ای رخ بده که طرف مقابل بخواد اقدام نظامی علیه شما انجام بده. شما 3 تا کار برای اینکه مذاکره شما ثمر بخش بشه یا نه اگر مذاکره نکردید آسیب قابل توجهی به شما وارد نشه باید انجام بدید. یکی این که در حوزه اقتصادی در این حداقل در این 18 موردی که در این ممورندوم اومده که 7-8 تای از اینها اساسیه باید برنامه داشته باشید. من الان نمیبینم دولت حتی اگر میخواد بگه که من همونجوری که آشاکری هم گفتن آمادگی مذاکره صرفاً به این نیستش که من موضع بگیرم که من میخواستم مذاکره بکنم نذاشتن. من میخواستم مذاکره بکنم، شما باید برنامه برای اداره کشور داشته باشین که من بتونم به شما اطمینان بکنم که اگر رفتیم اولا بدونم مثلا شما میگیرید میز مذاکره دنبال چی هستی، چه حدودی میخواید امتیاز بگیری، بدونم که اهرم فشار داری میتونی به طرف مقابل فشار بیاری. شما الان بازی که آمریکایی‌ها با زلنسکی دارن نگاه بکنید، اون متحدشون بوده در واقع در چارچوب اتحادیه اروپا، چقدر بهش کمک کردن، چقدر اونها در واقع حامیانشن. با همه این اتفاقات و اوصافی که وجود داره ببینید چه بلایی در واقع سرش دارن میارن و آتش بسیه که اولا تسلیم که از تسلیم هم یه خورده اونورتره. یعنی طرف خود متحد میاد شما رو در واقع استثمار، یه وجوهی از استثمار هم توش وجود داره، میگه من همه هزینه‌ای کردم باید به من بدی. اون برخوردی که با اونا داره میکنه یا برخوردی که حتی مثلا با فرض کن با ونزوئلا داشت، بالاخره ونزوئلا سعی کرد که در واقع تنش رو مدیریت بکنه. خیلی سریع هم این کارو کرد، زندانی‌ها رو آزاد کرد و اعلام کرد من حاضرم مهاجرا رو در واقع بگیرم، در واقع مهاجرای ونزوئلایی رو بپذیرم و ترامپ هم اینو خب اعلام کرد. ولی کمتر از 1 ماه خبرش اومد که لابی جدی در کنگره آمریکا فعال شده علیه این موضوع، رفتن با ترامپ صحبت کردن که شما باید در واقع این توافق رو به هم بزنید. تازه اونجا یه شرکت آمریکایی موضوع سرمایه‌گذاری یا در واقع مشارکت یه شرکت آمریکایی در حوزه استخراج نفت از در واقع ونزوئلا و صادرات اون به اروپا و به آمریکا بود، نه به چین و نه این شرکت. من هم مورد اوکراین که دارید میفرمایید هم مورد ونزوئلا مؤید همون فرمایش‌های شاکریه که مسئله اولی که داره توی آمریکا نقش بازی میکنه در اینکه یه چیزی رو بپذیره نپذیره یا زیرش بزنه. یعنی تو این اون نیروی اصلی که در تمام این متغیرها و این بالا پایین شدن‌ها هست، اون بحث‌های داخلی و ماگای آمریکا. ببین اون خیلی باید جدی بگیریم. در این حال ما 2 تا متغیر داریم، هم نظم در واقع بین‌المللی رو داریم، رقابت‌های بین‌المللی داریم، هم فضای سیاست داخلی آمریکا رو داریم که الان در واقع وضعیت به ما میگه که مؤلفه‌های سیاست داخلی آمریکا نقش چه بسا پررنگ‌تری نسبت به رقابت‌های بین‌المللی داشته اصلا قابل جدا کردن نیست. ماگا مثلا بحثش چیه؟ میگه آقا من بایستی تا جای ممکن توان تولید داخلی برگردونم به آمریکا. خب هدف گذاری اصلی آمریکا در سیاست خارجی مهار چینه که بزرگترین رقیبش در حوزه صنایع ساخت و تولیده. حالا نه به معنی لزوما مانیفکتچرینگ، در معنی خیلی اصلا هوش مصنوعی هم الان یه زیرساخت تولید دیده میشود.
برای اصلا قابل جدا کردن از هم نیست. این خوبیشه ها. تازه همینم خیلی شاید متوجه نشن. یعنی وقتی مثلا فرض کن آقای شاکری درباره جزئیات رویکرد ماگایی داره صحبت میکنه و از یه نوع ملیگرایی اقتصاد و یه نوع در واقع حمایتگرایی داره صحبت میکنه که توش در واقع ریشورینگ، فرنچورینگ و در واقع نیرشورینگ وجود داره که سرمایه یا باید بیاد داخل آمریکا یا در واقع اطراف آمریکا وجود داشته باشه. بعضیا در این فضا بدون اینکه درک بکنن این در واقع نظم اقتصادی داره تغییر میکنه و رویکرد داره تغییر میکنه، میگه اشکال نداره که ما بریم اون پیشنهاد بدیم که توافق جامع میخوایم با امضا بکنیم، تو هم در ازاش بیا مثلا سوایل مکران ما رو سرمایه‌گذاری کن و توسعه بده. اون اساسا یکی از مشکلات جدیش با بقیه کشورها و با شرکت‌های آمریکایی اینه که چرا رفتی بیرون از آمریکا سرمایه‌گذاری کردی. همین الان تو دعوای تعرفه‌ای که با کانادا و مکزیک و در واقع چین داره به شرکت‌هایی که دارن ضرر میکنن از قبل در واقع این تعرفه‌ها، پیشنهادش اینه، میگه اگر میخواید مشمول تعرفه نشید تولیدتون رو بیارید در داخل آمریکا سرمایه‌گذاری بکنید. خب اگر این درک نشه ما اصلا درباره تازه این بدیهیات موضوعه که شما وقتی میخواید وارد مذاکره بشید، عموم سیاسیون اصلا نمیفهمن که این بدیهیاته. یعنی این نیست که مثلا فقط چون مشاور رئیس جمهور گفته سرمایه گذاری، نه بقیه هم ما داریم فقط همونو میگیم، نه بقیه هم چقدر جذابه، خوبی زد، چرا ما این کارو نکردیم. اصلا برای طرف آمریکایی در این لحظه جذب کردن حد اکثری سرمایه به داخل خودش مسئله است. اصلا جدا از همه اینا، یکی از خاطرات مهم جمهوری خواهان اینه که چرا بوش پدر رأی نیاورده است؟ به خاطر بحران مالی در داخل آمریکا. چرا اون بحران پیش اومده؟ تعریف آمریکایی اینه، میگن به خاطر اینکه اروپای شرقی به سمت سرمایه‌گذاری جهانی باز شد. بعد شما در این لحظه که در واقع طرف آمریکایی به شدت نیاز به ورود سرمایه داره و موفق هم است، یعنی در دسامبر سال 2024 140 میلیارد دلار سرمایه جدید وارد آمریکا شده و نیاز داره این آتیش رو ادامه بده. شما بگید که من میخوام به مقصد جدید سرمایه‌گذاری براتون معرفی بکنم، یا در شرایطی که اون داره شعارش افزایش 3 میلیون بشکه تولیده، بعد مشکلش اینه که اگر قیمت نفت از 63 دلار پایین‌تر بیاد معنا نداره افزایش تولید، اصلا شعار دریل بیبی دریل معنا نداره. بعد شما بگید من خواستم از آمریکایی اینه که اجازه فروش بین‌المللی نفت من بده، مگه عقلش کمه اون؟ میدونید، یعنی همینه میگم که آدما تو 2014 اینا باقی موندن، درک نمیکنن آمریکای بزرگترین تولید کننده نفت در جهان یعنی چی. حتی نگاهمون نسبت به اعراب هم مثل قبله. ببینید در گذشته وقتی که قبلا هم اینجا گفتم، وقتی که نفت قیمتش میرفت بالا دلار تضعیف میشد، این باعث میشد توانمندی صادرکنندگان بزرگ نفتی که مخارج نداشتن تضعیف بشه. یعنی مثلا در شوک نفتی در واقع 51 و 53 ماه درست نفت میرفت بالا، اما همزمان ارز دلاری که باش نفت میفروختن کم میشد. در این دور نفت بالا میره، دلار هم با اون تقویت تیودی آمریکا تقویت میشه، رابطه مبادله آمریکا. الان یه معنای متفاوتی از قدرت رو اماراتی‌ها و عربستانی دارن تجربه میکنن که ما اینو نمیفهمیمش. بعد باعث میشه فکر بکنیم موضوع ما با عربستان اینه که مثلا کنترل تنش با هم دیگه بکنیم، بریم بینه پکن انجام بدیم. ببخشید من حرف شما رو وسطش فردا خیلی عذر میخوام. ببینید من خودم الان تو این نقطه موافق این هستم که ما بتونیم در واقع مدیریت تنش با آمریکایی‌ها بکنیم. ایده هایی هم وجود داره برای اینکه میشه این کار رو کرد، اما میخوام بگم همین هم به این سادگی نیست. ما اگر پیچیدگی ها این رو درک نکنیم حتی همین رو هم نمیتونیم به دست بیاریم. و وقتی من میگم میتونیم مدیریت تنش بکنیم به این معناست که من میدونم که ما نمیتونیم امتیاز معناداری از آمریکایی‌ها بگیریم و برای مشکلاتمون باید یه فکر دیگه‌ای بکنیم. و موضوع اگر برای شما موضوع ناترازی در همه حوزه‌ها در تبدیل به چالش شده، باید برای یه فکری بکنید. میخواید در رابطه با چین، میخواید در رابطه با هر کشور دیگه این مسئله رو حل بکنید، ولی بدونید که نه آمریکا نه اروپا اینا کشورهایی نیستن که بخوام یا در ایران سرمایه‌گذاری بکنن در حوزه انرژی برای اینکه مشکلات شما رو در حوزه ناترازی حل و فصل بکنن. حتی ما ذاتیه ربطی به اینکه مثلا ببینید هر توافقی با آمریکایی‌ها در واقع نسبت با ما یه توافق محدود و موقت، این ربطی به ما هم نداره. یعنی یه نفر در واقع من چون این بررسی رو انجام دادم، برین کسایی که در واقع مخاطبان این برنامه هستن برن در 4 سال اول ترامپ همه توافق‌هایی که انجام شده رو ببینن.
توافق‌های امنیتی سیاسی و توافق‌های در واقع اقتصادی تجاری که انجام شده. همه‌شون ویژگیشون اینه، موقت و محدوده. هیچ توافق ترانسفورمیشنالی ما اصطلاحاً نداریم. ببین توافق شاید توافق ابراهیم رو بتونیم توافق ترانسفورمیشنال به این معنی که روابط رو وارد یه دوره جدیدی کرد بکنه، ولی اون توافق آمریکا نبود. آمریکا میانجی اون توافق بود، میانجی توافق بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی بود، توافق خودش نبود. در سایرش که در موارد مثل توافق‌های امنیتی مثل کره شمالی یا در توافق‌های تجاری مثل اصلاح نفتا، توافق تجاری با در واقع ژاپن، کره، با چین، با همه کشورهایی که آمریکا باش کسی تراز تجاری داره نگاه بکنیم، همه توافق‌های محدودی هست. حالا در ارتباط با ایران که به طور خاص ترامپ اعلام کرده اولا نباید بین امتیازی بیشتری بدیم، نباید بین امتیازی بدیم که به اصطلاح اونها ایران از لبه پرتگاه فاصله بگیره و با اون لابی که در آمریکا هم وجود داره و میرن به این سمت که اصلا امتیازها کاملا محدود اینها باشه، ما باید اول حدود انتظاراتمون رو مشخص بکنیم. در ارتباط با حتی مدل کره شمالی هم ببینید، کره شمالی توافقش از 2018 تا 2020 و تا همین الان تقریبا پایدار مونده، ولی دو تا نکته داره. یک این که کره بمب اتم داره و موشک قاره‌پیما داره، دو اینکه کره شمالی لابی ضد کره‌ای نداره، دو آمریکا حداقل لابی جدی در آمریکا نداره. ما نه قدرت در واقع نظامی و در واقع هسته‌ای کره رو داریم، نه در واقع مثل کره هستیم که هیچ کشوری براش در واقع براش مهم نباشه. که در واقع ما کشوری هستیم که برخلاف کره خیلی مهمه، که یه عده‌ای اصلا ذی‌نفع اینن. در واقع آیدی بخش قابل توجهی از لابی‌ها در آمریکا در اینه که بتونن ما فشار بیارن، از قبل اون فشاره در واقع بتونن مزایایی رو کسب بکنن و بهره مند بشن. به خاطر همین در این شرایط اگر ما بخوایم وارد یه توافقی با اونا بشیم، نقطه اول، نقطه عزیمت زمانیه که طرف مقابل به این نتیجه برسه که راههایی که من دارم برای در واقع تشدید فشار علیه ایران، راههایی که دارم برای ضربه زدن به ایران، اینا یه حدودی اثر میذاره، از یه حدود دیگه بیشتر نیست. یعنی ایران به یه حدی از تاب‌آوری رسیده، میتونه کنترل بکنه شرایط رو. ببین من نمیگم که ما یه برنامه میتونیم داشته باشیم که مثلا قیمت دلار اجازه ندیم برسه مثلا به 100,000 تومان، ممکنه به 100,000 تومان برسه، ولی شما میتونی این کار یه کاری بکنی که مثلا دلار وارد کانال 150,000 تومان نشه. باید اون طرف مقابل به این نتیجه برسه. یه مثالی من بزنم، ببین چرا بعد از یه موضوع درباره جنگ وجود داره، جنگ تحمیلی وجود داره، میگن که به سوالی وجود داره که چرا بعد از فتح خرمشهر شما نرفتید مذاکره کنید و جنگ رو خاتمه ندادید در سال 61. فرماندهان ما که پاسخ میدن و حتی مسئولین سیاسی ما که پاسخ میدن در خاطراتشون به این نکته اشاره میکنن که اولا در اون بازه زمانی هیچ طرحی برای مذاکره وجود نداشت. همین الان وضعیتی که الان داریم شبیه، یعنی همین نکته که آقای شاکری گفتن، هیچ طرحی برای مذاکره. این که ترامپ یه حرفی بزنه، روبیو در جلسه استماع خودش در سنا حرفی بزنه که ما آماده‌ایم در واقع با ایران توافق بکنیم، یا میانجی‌هایی در واقع پیشنهاد در واقع توافق بدن، اینا معنی این نیست که طرح مذاکراتی وجود داره، میز مذاکره وجود داره و ارتباطاتی شکل گرفته طرحی رو در واقع ارائه کرد. برای طرحی وجود نداره. نکته دوم که در عراق میگفتن این بود که عراق به بدیهیات یه مذاکره در واقع در این نقطه اذعان نمی‌کنه، نمیپذیره که متجاوزه، نمیپذیره که باید غرامت بده، نمیپذیره که به صورت کامل عقب نشینی بکنه. اون روزی که ما خرمشهر رو درست فتح کردیم، ولی 2000 کیلومتر از خاک ما دست صدام بود و حاضر نبود عقب نشینی کنه. و نکته مهمتر از همه اینها این بود که صدام تو فتح خرمشهر شکست خورده بود، ولی اون فکر می‌کرد که میتونه دوباره برگرده و دوباره بگیره. این تا زمانی که طرف مقابل به این نقطه نرسیده، یأس براش ایجاد نشده که دیگه فایده ای نداره، حداقل من ممکنه خیلی هزینه بکنم برای اینکه دوباره خرمشهر رو بگیرم ولی نمیتونم بگیرم، یا اگه بگیرم دوباره پایدار نیست، دوباره اینا در واقع توان پدافندی دارن، دوباره میان میگیرن در واقع خرمشهر رو و این رفت و برگشت چیزی عاید من نمیمونه، من بیشتر از این دیگه نمیتونم جلو برم. اون نقطه‌ای که تازه شما میتونید وارد مذاکره بشید. حالا اگر از ما درباره جنگ این سوالو مطرح می‌کردن، شاید منطقی‌تر بود که چرا بعد از فتح فاو در واقع شما نرفتید مذاکره بکنید، نه اینکه چرا بعد از فتح خرمشهر. شما برای اینکه خرمشهر اصلا منطقش این بود که اون روز برای اینکه بتونن خط پدافندی ایجاد بکنن در برابر حملات بعدی، گفتن ما مجبوریم پیشروی بکنیم در عمق در واقع خاک عراق برای اینکه موضع پدافندی داشته باشیم. الان هم همینه، یعنی اگر شما میخواید در واقع ترامپ رو به این نتیجه برسونید که اگر میخواید مذاکره بکنه، این راحت‌ترین راهه که بیان بگه من هیچ مسئولیتی ندارم و از همه مسئولیت اینا به دوش رهبریه، ایشون گفته من مذاکره و کشور هم مثلا خودشون میان اداره بکنن. در حالی که اگر شما میخواید مذاکره بکنید، باید مقدمات
مقدمات مذاکره رو هم طی بکنیم. مقدماتش اینه که اصلش اینه که شما برای عدم توافق آماده باشید، طرف مقابل ببینه که در واقع همه چیز شما در توافق خلاصه نمیشه. اگر ما در دوره اوباما هم تونستیم یه توافقی بکنیم، فقط این نبود که آقای روحانی در انتخابات پیروز شد و در واقع پیروزی سیاسی اونها گشایشی رو ایجاد کرد و اونها رفتن مذاکره کردن. همین صحبت‌های در نتایج صندوق رای طرف مقابل نتیجه که ما دیگه باید با ایران توافق کنیم. اولا توافق قبل از دولت آقای روحانی شروع شده بود و به خاطر این شروع شده بود که بعدا خب کری و بقیه در واقع ارنست مونیس و بقیه توی جلسات استماعی رو میگفتن که ما در واقع 2 ساعت داشتیم. یه ساعت در واقع عقربه‌هایی بود که سرعت رشد برنامه هسته ایران بود، یه ساعت هم در واقع موضوع تحریم ها بود که ایران سعی کرده بود خودش رو با تحریم ها منطبق بکنه. نمیگم تحریم ها هیچ اثری نداره، از نگاه اونها اعمال تحریم با یه هدفی انجام میشه. ممکنه فشار به در واقع افکار عمومی، فشار به مردم بیاره، فشار اجتماعی بیاره، فشار اقتصادی بیاره، ولی تا زمانی که شما رو به اون هدفتون نرسونه، از نظر اونها یعنی ادامه دادن این مسیر تو این نقطه فایده‌ای نداره. ولی اگر هدفشون این بود که ایران به صورت کلی دچار فرسایش قدرت بشه، چرا؟ ولی اون موقع زمانی بایدن در واقع اوباما خاطرات کری به خصوص در واقع مخاطبان اگر فرصت کردن کتاب کری رو یه بار بخش مربوط به ایرانش رو مرور بکنن، اونجایی که میگه ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم که راهی وجود نداره جز این که شما حدودی از یه برنامه غنیسازی رو برای ایران به رسمیت بشناسید. استدلالش اینه، میگه به خاطر اینکه بالاخره ایران 20% غنیسازی کرده، ماشین‌های در واقع جدید داره نصب میکنه و برنامه‌اش داره میره علیرغم اینکه تحریم وضع شده و این مسیر با گزینه نظامی هم ریسک داره، فشار هم که آوردیم جواب نده و باید بریم مذاکره بکنیم، از طریق مذاکره این موضوع رو کنترل مهار بکنیم. اینجا هم همونه، یعنی حتی اگر کسی هم اگر امروز طرفدار مذاکره با آمریکاست، اگر در واقع به این فکر نکرده باشه که برنامه بدیلش و جایگزینش برای مذاکره چیه، اگر این نداره و قدم حتی داشتن به طرف مقابل بتونید نشون بدید که برنامه دارید، یعنی اون شروع میکنه در واقع تو دورهای جدید تحریمی نفتکش‌های شما رو تحریم کردن، به صرافی‌های شما توی امارات فشار آوردن، به عراق فشار آوردن برای اینکه معافیت شما رو قطع بکنه، فشار آوردن به چین برای اینکه مشارکتش رو در حوزه دور زدن تحریم‌ها با شما کاهش بده و غیره. اگر از طرف شما اکتیو ببینه که شما هم در این حوزه فعالین، از ابزاراتون دارین استفاده میکنین، شما هم در واقع کارتی برای بازی کردن دارین، اون تازه وارد مذاکره میشه. ببین همه حرفی که ترامپ توی اون مشاجرهش با زلنسکی بهش میزنه یه جمله است. حالا به غیر از اینکه حالا ونس میگه که باید از ما تشکر میکردی، نکته‌ای که ترامپ بهش میگه تو کارت بازی نداری و باید بپذیری که شکست خوردی. به خاطر اینکه زلنسکی نتونسته رو میدان نشون بده که در واقع بدون کمک‌های آمریکا و حتی با وجود کمک‌های اروپا میتونه ادامه بده. الان این صحبت ترامپ اینه که شما حتی با کمک اروپا هم نمیتونی و کارت بازی نداری. اگر اون نشون داده بود که حالا میگم شدنی هست یا نه، ولی اگر اون نشون داده بود که من میتونم بدون شما ولو 6 ماه دووم بیارم، موضعی که ترامپ میگرفت قطعا فرق میکرد با این وضعیت و زلنسکی هم پذیرفته بود که کارتی برای بازی نداره. برای آمریکایی‌ها قدرت داشتن مهمه. تنها چیزی که شاید آمریکایی‌ها بهش احترام میذارن این نیست که شما بهشون احترام بذارید زبانی و رفتاری. آمریکایی‌ها به قدرت احترام میذارن، یعنی تا زمانی کرنش میکنه، میپذیره، مایوس میشه و حاضر میشه با شما وارد یک فضایی بشه که ایرانی‌ها دوست دارن ازش یاد بکنن به عنوان احترام متقابل. زمانی وارد این فضا میشه که بدون شما قدرت داره. قدرت هم ابعادی داره، هم قدرت در واقع بازدارندگی، هم تاوری اقتصادی، هم انسجام اجتماعی. هر کدوم از اینها نباشه یه بخشی از در واقع شما دچار یه خلأ قدرتی هست. ما نسبت به سال 92 به نظر میادش که ما مجموعاً در ابعاد مختلف ضعیف‌تر شدیم و الان هم که مشخصا حتی تو به جهت نه ببینید نه اینجوری ما درسته در بعضی از ابعاد به لحاظ اقتصادی و به لحاظ نه واقعی بسن به نظر نمیاد الان داشته باشیم. اصلا واقع بینانه نگاه بکنیم، بله ما در قیاس با سال 92 یا حتی در سال 95 که ترامپ در واقع پیروز میشه در انتخابات، بله در حوزه مشارکت سیاسی نسبت به اون دوره افت داشتیم، سرمایه اجتماعیمون کاهش پیدا کرده، به لحاظ اقتصادی وضعیتمون در واقع بدتر شده نسبت به اون دوره. تا نکته که وجود داره اینه که چرا هنوز ایران برای اونها یه مسئله است و یه فوریتی داره. یه بالاخره شما حتی در منطقه هم دچار آسیب شده باشین، خسارت دیده باشین، مسئله از نظر اونها اینه که ایران هنوز گیم چنجر داره، برنامه هسته‌ای و حاضره به خاطر این حدود رابطش رو با شما تنظیم بکنه، یه جایی با شما توافق بکنه، یا اگر ناچار شد، میگم حتی همین الان هم آمریکایی‌ها تو این
در واقع حال هوای اقدام نظامی نیستن. ممکنه 6 ماه بعد شرایط تغییر بکنه، در واقع وارد این فضا بشن، ولی برنامه الان شما با برنامه سال 92 شما اصلا قابل مقایسه نیست. آمریکایی‌ها اینو میفهمن که شما در آستانه دستیابی به بمب هستید. اگر اون چیزایی هم که خود آمریکایی‌ها میگن، ارزیابیایی که دارن که میگن مثلا ایران یه شورتکات‌های، یه راههای میانبری برای در واقع رسیدن به بمب رو داره تست میکنه، داره میره به سمتش، اینا براشون سیگنال‌های در واقع خطرناکیه. یعنی حتی اینا باعث شده اگر این محاسبات نبود، اسنپ پکت حالا فعال شده بود، حمله نظامی اتفاق افتاده بود، هیچ امتیازی هم به شما نمیدادن. و شما میگید بزرگترین ترس آمریکا در حال حاضر نسبت به ایران اینه که ما واقعا به سمت بمب هسته‌ای. یه نکته اینه. نکته دوم اینو قبول دارید، یعنی که بزرگترین ترس اینه؟ بله، این چیزی که توی همون مقدمه سند ممورندوم میگه که برنامه هسته ایران تهدید وجودیه برای ما و به لحاظ برجستگی در واقع ابزارهایی که ایران داره که میتونه چالش ایجاد بکنه برای آمریکایی‌ها، از نظر اونها هسته‌ای مهمترینشونه. از قبل این بوده، الان هم همینه. تعبیری که اوباما داره تو استانش وجود داره. این بازی، این کارتی گیم چنجریه. حتی اگر شما موشک قاره پیمان نداشته باشید، حتی اگر جنگنده نداشته باشید، حتی اگر سامانه‌های پدافندی ضعیف باشه، منتها چیزهای دیگه هم وجود داره. بازیگر هر چقدر هم که ضعیف باشه، بالاخره ما از انصارالله که قوی‌تریم. اگر یه روزی مجبور بشیم به این نتیجه برسیم که راهی به جز تقابل وجود نداره، ما از انصارالله بهتر میتونیم در واقع روند جریان تجاری توی دنیا رو به خطر بندازیم به صورت در واقع طولانی مدت. نکته‌ای که الان وجود داره اینه که بالاخره یه بخش جدی از برنامه اقتصادی ترامپ به اینه که نفت رو یه کانال قیمتی براش در واقع تعیین کرده. ما میتونیم این رو به راحتی، اگر به این نتیجه برسیم که راهی وجود نداره، وارد جنگ شدیم و مسیر غیر قابل بازگشتیه و توی مسیر غیر قابل بازگشت باید بتونیم برای طرف مقابل استعاره باطلاق بسازیم. ما میتونیم این باطلاق رو بسازیم. ما توانمون قطعاً تو این حوزه ممکنه که وارد سامانه پدافندیشون با وجود انصارالله که اصلا سامانه پدافندی نداره، یعنی ما داشتیم ممکنه آسیب دیده باشه، انصارالله که اصلا نداره، ولی با همون موشک‌ها، با همون در واقع یکی دوتا موشکی که ممکن بود در روز شلیک بکنه، برای آمریکا چالش درست کرده. ما که هدفمندتر از اونها میتونیم این کارا رو بکنیم. طرف مقابل هم اینو میدونه. چرا عربستان امروز یا امارات در واقع پیش قدم میشن در اینکه به شما پیشنهاد مذاکره بدن؟ خیلی از ما مثلا خوششون میاد اونها و خیلی رویکردشون میخوام به اون سناریو نرسونن. ببین چون اون میدونه که تو روزی که این روابط وارد تنش شده باشه، ممکنه قواعد جوری تغییر پیدا بکنه که ایران هم با آمریکا هم با کشورهای منطقه درگیر، ابعاد درگیری. یعنی اینم یه نکته یا ما بله از نظر ما وقتی تو داخل نشستیم تلقیمون اینه که همونجوری که آمریکایی‌ها میگن ما ضعیف شدیم و چون ضعیف شدیم باید بریم در واقع امتیاز بدیم طرف مقابل و بپذیریم این شکست رو. خود نکته که وجود داره اینه که حداقل نگاه طرف مقابل به ما، آمریکایی‌ها به ما و حتی کشورهای منطقه اینه که احتمالاً اگر این دور بخواد فشاری از یه حد در واقع معینی افزایش پیدا بکنه، درگیری محدودی نخواهد بود. وگرنه اگر عربستانی‌ها، قطری‌ها، اماراتی‌ها، بقیه کشورها برآوردشون این بود که واکنش ایران به ضربه طرف مقابل در حوزه اقتصادی و در حوزه نظامی به یک عملیات خاتمه پیدا خواهد، یعنی به یک عملیات محدود خواهد شد، هیچ وقت نمی‌اومدن برای چی باید بیاد به ما پیشنهاد مذاکره بده. اون چون ابعاد درگیری رو در سطح منطقه‌ای می‌بینه و این نقطه رو در نظر میگیره که وقتی ایران با خطر بقا مواجه بشه، محاسبات استراتژیکیش تغییر پیدا می‌کنه و وارد یه سطح جدیدی از درگیری میشه، میگه من از الان برم مسئولیت برای خودم ایجاد بکنم. ما ابزارهایی داریم. مشکل از زمانی شروع میشه که ما اولا ابتکار عمل نداشته باشیم، وایسیم طرف مقابل پیشنهادهای برای ما رو میز مذاکره بذاره که اصلا برای مقابل پذیرش نیست. نکته دومی این که همین ابزار ضعف طرف مقابل رو نبینیم، همونجوری که آقای شاکری گفتن طرف مقابل ضعف‌های جدی داره در حوزه در واقع اقتصادی، همونجوری که ما هم ضعف داریم. نکته سومی که شما ابزارهای خودتون رو نادیده بگیرید. من این جمله رو گفتم، ما کافیه طبق محاسبه‌ای که او از ما داره عمل، هیچ چیزی قرار نیست، هیچ معجزه‌ای اتفاقی، هیچ کار عجیب و غریبی نمیخواد بکنه. او اگر احساس میکنه که درگیری با شما توی این نقطه درگیری در وسعت منطقه‌ای، شما خواهش میکنم که مسئولین این محاسبه رو تغییر نمیخواد بدن که نه ما اصلا قرار نیست در این منطقه، ما اصلا میخوایم پیمان عدم تجاوز امضا بکنیم، ما میخوایم مثلا رابطه دوستانه برقرار بکنیم.
یه جایی لازمه شما سیاست ابهام رو در پیش بگیرید و خیلی وقتا سکوتشون بهتر از آره چون یه بخشی از بازدارندگی ما اینه که امکان رفتار دیوانه‌وار داریم. ببینید نه رفتار قرار نیست اصلا این رفتار طبیعی نه منظور از جانب نگاه اوناست، یعنی بازی برمی‌زنن. آره اونا فکر میکنن رفتار طبیعیه یک کشوری که با این مختصات ایران در چنین شرایطی قرار بگیره اینه. آخه ما یعنی همونطور که اونا ما رو غافلگیر میکنن که الان ممکنه بعضی از مخاطبین ما ضرباتی که به ما میزنن ما اونها رو در عدم واکنش درست غافلگیر کردیم تا حالا چند. آره من میگم این غافلگیر اتفاقا الان بعضی از مخاطبین ما که دارن نگاه میکنن ممکنه بگن که اینا ایدهشون اینه که منطقه رو با آشوب بکشیم و خودمون موشک بزنیم، به همه جا موشک بزنیم و وارد با خودمون اونا رو وارد باطلاق بکنیم که مشکل حل بشه. ما اصلا اینو نمیگیم. طرف مقابل فکر نمیکنه که الان اینا دستش روی ماش است برای اینکه مثلا آرامکو رو بزنه، نمیدونم میدان گنبد شمالی رو مثلا منفجر بکنه. اینا اصلا طرف مقابل ترقیش هم این نیست. اونا دارن میگن که در یه روز واقعی ممکنه در واقع این اتفاق بیفته. ما الان نکته‌ای که وجود داره اینه که برای آمریکا قابل پیش بینی شدیم و کارایی کردیم. الان براشون یه ابهامی پیش اومده، یعنی اون میگه ما تا یه حدودی ایران رو پیش بینی می‌کنیم. طوفان الاقصی رو دیدیم، مثلا تو طوفان الاقصی دیدیم کار خاصی نمی‌کنه. کار خاصی نمی‌کنه. منتها باز خود اونا میگن نه، حالا مثلا ما میگیم ایران کار خاصی نمی‌کنه، ولی این فشار دیگه یه فشار عجیبیه که اگه این اتفاق بیفته دیگه ایران مثلا یه رفتاری نشون میده که اون رفتاره توی این فضا وارد این مجادله شدن که یه عده‌ای در داخل شروع بکنن به بیان اینکه اینایی که صحبت میکنن از اینکه ایران باید توان بازدارندگی خودش رو احیا بکنه، قابلیت‌های خودش رو به کار بگیره، اینا جنگ طلبن، فلان، اینا رو باید مثلا دهان منتقدان رو باید ببندیم و اینها، یا کسایی که حتی به صورت غیر رسمی درباره این صحبت میکنن که ایران میتونه به بمب دست پیدا بکنه و این باید به این استراتژی به صورت جدی فکر کرد. بذارید این بحثا تو فضای حداقل نخبگانی وجود داشته باشه. این معنی نیستش که همین الان قراره کشور تصمیم بگیره که وارد جنگ بشه، طرف مقابل هم میخواد جنگ بشه، یا پیشنهاد ما اینه که شما اصلا پیش دستی بکنید وارد طرف مقابل وارد این باطلاق بکنید. فضا اینه که تا جایی که امکان داره ما باید از یه درگیری غیر ضروری پرهیز بکنیم، همونجوری که او هم پرهیز میکنه. همین نکاتم تا حالا همش این بود که طرف مقابل میگه چون گزینه نظامی ریسک داره ما نباید واردش بشیم. ما هم میدونیم گزینه نظامی ریسک داره، نباید. این گزینه در واقع به تعبیری که آمریکایی‌ها دارن لاست آپشنه، گزینه آخر، زمانی که دیگه هیچ راهی وجود نداره. نه اینکه ما هیچ کسی هیچ آدم عاقلی پیشنهاد نمیکنه همون اولش، ولی شما با نوع بازیگری که در منطقه داری و نوع سیگنال هایی که در اگر قراره یه جایی هم سیگنال به طرف مقابل بدیم، سیگنال ها اینجوریه و سیگنال ها رفتاریه. ممکنه شما نوع موشک خاصی رو نمایی بکنید، رزمایش خاصی برگزار بکنید، یا در منطقه کنش خاصی داشته باشید که طرف‌های مقابل معانی این رو درک میکنن که چیه و میدونن که اون روز در واقع همه ضرر میکنن، بنابراین نزدیک اون فضا نمیشن. حداقلش اینه که شما میتونید در واقع فریز بکنید توی نقطه‌ای با این در واقع اوصاف و از یه حدی این اتفاقات جلو نره. ببخشید من دو تا نکته بگم. نکته اولا درک کنیم که من همیشه میگم آمریکای به لحاظ انرژی مستقل مثل فرعونه، تقریبا هیچ نقطه ضعف قابل توجهی در سیاست خارجی نداره که بگیم گیر میکنه یا نمیتونه فشار طرف مقابل بیاره. اما همین آمریکا در داخل ضعف‌های خیلی جدی داره. ببینید مسئله کنترل تورم به وسیله سیاست پولی در داخل آمریکا به مشکل خورده. یعنی از یه حدی بیشتر نمیتونن نرخ بهره رو بیارن پایین چون تورم بالا میره. اگر هم نیارن نرخ بهره رو پایین چون خانوار آمریکایی داره با کریدیت کارت خرید میکنه یا دارایی سرمایه مثل خودرو یا مستقلات رو با وام داره میخره، هزینه قسط پرداختیش بالا میمونه. این سوال مهمیه و به هیچ وجه آمریکایی‌ها تحمل از کنترل خارج شدن هزینه خانوار این غیر از تورم، این یه مفهوم فراتر از تورم ندارن. مثلا میدونید ترامپ جزو شعاراش یکی در کمپین ماگا این بود که هزینه انرژی در آمریکا رو نصف میکنم. حالا این خودش تناقض داره با اینکه نباید بذاره قیمت نفت بیاد پایین که اون افزایش تولید 3 میلیون بشکه یه رخ بده. پس آمریکایی‌ها مطلب خودشونو دارن، نمیتونن تحمل بکنن وقایع غیر عادی رو. ممکنه با شما وارد درگیری‌های موضعی بشن اما به هیچ وجه طرفدار یک جنگ طولانی نیستن. آمریکایی‌ها پولی برای خرج کردن ندارن. مسئله شماره یک ترامپ کسر بودجه است. از من اگه بپرسید میگم آمریکایی‌ها هنوز حدود بیشتر از کسر بودجه میتونن تحمل بکنن، اما مسئله شماره که ترامپ اینه.
من یه مسئله‌ای دارم. ببینید ما داریم روس‌ها، یه خبرنگار افتی از نماینده روسیه میپرسید که به نظر اوضاع چجوریه با رأی آوردن ترامپ. میگه برای پوتین امروز هم روز کریسمسه، هم عید پاکه، هم تعطیلاته، همه چیز هست، همه وجودش لبخنده. چرا این رخ داده؟ مگه با همه وجودشون اروپا با آمریکا سعی نکردن روس‌ها رو مهار بکنن؟ روس‌ها ضرر کردن. روس‌ها در این مدت ارزش روبل کاهش پیدا کرده، تورم با وجود نرخ بهره مثبت حقیقی، تورم از اعداد قبلیش بالاتر شده. خیلی جاها به نقاط داخلی خاک روس‌ها در پالایشگاه‌ها غیره حمله شده. اما روس‌ها با همه هزینه‌ها یه رشد 3.5% ضمانت شده رو نگه داشتن. با همه این هزینه ممکنه کسایی که ما رو میبینن بگن آقا روسیه است، 10 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، شما چی؟ نه، اون به همون نزدیک از ما بزرگتره، مشکلش هم ما بزرگتره. ما اینجا بحث میکنیم ما به چینی‌ها وابسته شدیم. روس‌ها از 140 میلیارد دلار واردشون در 2020 111 میلیاردش از چین بوده، با این تفاوت بزرگ. اونی که ما از چین وارد کردیم از کانال آمریکا از چین وارد کردیم، چیزی به ایمنی ما افزایش پیدا نکرده. با درهم تصفیه کردیم غیره اصلا واردش نمیشه. طرف روسیه مستقیما با چینی کار کرده، یک کانال غیر آمریکایی انجام داده. پس راه وجود داره و راههایی که همین نشونم بدی که یه خورده سر عقل اومدی، به هوش شدی، میخوای راه درست رو بری، طرف مقابل اینو میبینه، لازم نیست حتما همش هم انجام بدی. اما آدم‌ها فکر می‌کنن اینا با هم تناقض داره. من 4 تا به نظرم انگیزه اینجا شناسایی شد توی این جلسه دربارش بحث شد. من خودم هنوز متوجه نشدم که کدوم اینا موتور اصلی تریه برای تحلیل آمریکا. یکی اون بحث ماگا بود، یعنی ما در تعامل با آمریکا جوری رفتار کنیم که مثلا سیاست داخلش رو تامین کنیم. حالا تو الان اصلا ما رو اینجوری نمیبینه ها، ما داریم میگیم اگه تعریف بخوایم بسازیم بعد این توش باشه. آره. یه بحث دیگه اینه که ما بگیم که آمریکا ما رو به این چشم داره نگاه می‌کنه که ما داریم به سمت بمب هسته‌ای میریم، این اصلی ترین دغدغه‌شه، میخواد جلوی اینو بگیره. اون چیزی که خود ترامپ هم بارها اینو گفته. یه جنبه دیگه‌اش اینه که آمریکا مثلا داریم میگیم همه این بازی که سر اوکراین داره در میاره و دیگران و اینا واسه اینه که نهایتاً بره سر وقت چین. بنابراین ما نمیتونیم، یعنی اگر بازی بخوایم بکنیم که یا معامله‌ای بخوایم بکنیم که به نفع چین تموم بشه و مثلا فروش نفت بیشتر ما به چین ازش در بیاد یا چنین چیزی، آمریکا سر این اولا باش کنار نمیاد که خودش اینو به ما بده، دوم که شاید ما حتی بخوایم سراغ این ماجرا بریم با ما بخواد تند و تیزتر برخورد کنه. و مسئله چهارم اون رویکردی که در مورد به طور خاص اسرائیل چنین رویکردی به نظر میاد داره و همچنین لابی اسرائیل طبیعتاً در آمریکا این چنین چیزی رو دنبال میکنن که الان فرصت بسیار مناسبی میبینن برای اینکه مسئله ایران رو تموم بکنن. نه اینکه کشور ایران رو تمام بکنن، نه اگه بشه کشور ایران تمام بکنن، اگه بشه اون کارم شاید بکنن، ولی خب مسئله رو میخوان تمام بکنن و اینو به این چشم نگاه میکنن که یک ضربه مهلکی بزنن یا حداقل مسئله هسته‌ای رو تمام بکنن. من الان درست نفهمیدم خودم که ما بین این 4 تا مسئله چطور میتونیم بازی بکنیم. ببینید در حوزه‌هایی که طرف مقابل نگرانی از شما داره، شما بایستی این نگرانی رو نگه دارید. در حوزه‌هایی که اون میخواد به شما فشار بیاره و فکر میکنه فشار نیاورده‌ای دارم، باید نشون بدید که فشار نیاورده‌ای نمیتونی داشته باشی. یه بار اینجا گفتم که ما بایستی در پرونده ما بین رقابت آمریکا و چین مسیر چین رو انتخاب بکنیم. این معناش این نیستش که ما در بین آمریکا و چین رو انتخاب بکنیم، دو تا چیز متفاوته. چرا داریم میگیم در حوزه رقابت ما بین آمریکا و چین که شامل یه چیزایی است که مهمترینش حوزه انرژی، چین رو انتخاب بکنیم؟ به این خاطر که شما به عنوان یک بازیگر از بازار نفت اخراج شده، شروع بازگشتتون از گفتگو با مصرف کننده‌های بزرگ، نه تولید کننده‌های بزرگ. این که واضحه. خب پس این نیست که چون این به نفع چینه این کارو میکنه، شما این کارو میکنه چون این کار معقوله. یا وقتی داریم میگیم به این که طرف آمریکایی میگه من در حوزه کالای اساسی غیره به تو فشار میارم، پاسخ این بالاخره از جایی شروع میشه که شما یه مقدار میزان وابستگی تو با آمریکایی رو کم بکنید. در واقع اینجا انتخاب کردن عین تعادله. اما معنیش که در همه پرونده‌ها شما دارید این کارو انجام میدید. درست شد؟ وقتی که شما بتونید روی کرده خودتون، رابطه خودتون با چین رو ایمن بکنید، اون بین این که این رابطه رو از طریق فشار مدیریت بکنید از طریق امتیاز، باید فکر بکنه. از یه جایی به بعد اون راهی به جز امتیاز دادن برای مدیریت این موضوع نداره. مگه آمریکایی‌ها سعی نمی‌کنن روابط ما بین عربستان و چین رو در واقع مدیریت بکنن؟
چرا عربستان در چارچوب امتیاز این مدیریت انجام میده؟ چون اون حدی از رابطه رو با چینی‌ها ضمانت کرده. ما چی؟ ما بسیار شعار این موضوع رو میدیم، در عمل ما چجوری نفت صادر میکنیم؟ در عمل ما چجوری کالای اساسی میاریم؟ خیلی ما بارها گفتم ما بیش از حد به آمریکایی‌ها وابسته ایم. ما الان عین اروپا شدیم. یه جمله‌ای داشت مقام سیاست خارجی اروپا میگفتش که ما یه اشتباهی کردیم، به لحاظ اقتصادی به چین وابسته شدیم، به لحاظ امنیتی به آمریکا وابسته ایم و این تناقض ما رو فرسوده خواهد کرد. ما الان در یه وضعیتی هستیم که منافع اقتصادیمون کاملا با آمریکایی‌ها وابسته است، اصلا شیوه زیستمون، و در مقابل به لحاظ امنیتی به دلایل برونزایی که ربطی به ما نداره، مربوط به تصمیم تهران نیست که چون تهران آمریکا ستیزه این اتفاق افتاده، در تنش و تضاد با اونید. خب واقعیت اینه که شما دچار همین فرسایشی می‌بینید که امروز باهاش مواجه هستید. ببینید یعنی مسئله همه ایناست. جایی که ابهام لازمه ابهام ادامه بدید، جایی که اون میتونه به شما فشار میاره نشون بدید که تو میتونی من میتونم جلوی فشار تو وایسم. جایی که میتونید گفتگو کنید که در این حوزه‌ای که اصلا تا حالا بهش توجه نکردید، خب در این حوزه‌ها گفتگو میکنید. همه اینا کنار هم دیگه است، اینا از هم جدا نیستن. اصلا خود آقای محمدی گفتن اون جایی که همه بپذیرن که همه اینا اجزای پکیجن، اون روز عید ماست، که اصلا دلیلی نداره که شما بر سر این نقاط دچار انشقاق بشید و آدم‌ها رو متهم بکنید که چون طرفدار اینی به این خاطر که در این حوزه ذی‌نفعی، یا تو طرفدار اونی که در این حوزه به این خاطر که در این حوزه ذی‌نفعی. فرصت این گفتگو نمیشه، اما قابل نشون دادنه که اساساً کاسبان تحریم و کاسبان مذاکره هم با هم دیگه تضاد منافعی ندارن که تازه ما اینجا بخوایم به خاطر اون عزیزان با هم دعوا بکنیم. توی ایران اینجوری فکر میکنن که شما باید کسری در واقع عظیم آمریکا رو پوشش بدین یا عددی سرمایه گذاری بکنید در آمریکا که مشکلات اقتصادی آمریکا رو حل بکنه، یا به نحوی با آمریکا وارد تعامل تجاری بشید که مشکل بیکاری آمریکا رو حل. تنها در این صورته که شما میتونید در واقع با آمریکا وارد تعامل بشید. حالا الان من توی نقطه نمیخوام توصیه بکنم به اینکه در واقع بریم این کار رو انجام بدیم، ولی برای اینکه فقط نشون بدم که در واقع اینها خیلی به این صورت نیست، این تصورات درستی نیست. در سال 2016 که ترامپ رأی آورد و 2017 شروع به کار کرد، آبه خب نخست وزیر ژاپن کشوری بود که با آمریکا کسری تراز تجاری داشت و باید اینو جبران میکرد. یکی از کشورهایی هم که ترامپ بهش گفته بود که باید در واقع جبران بکنه کسریش رو ژاپن بود. ژاپنی‌ها فکر میکنید با چه عددی ترامپ رو قانع کردن به اینکه وارد یه جنگ تعرفه‌ای باشون نشه؟ یه عدد 10 میلیارد وعده سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در آمریکا داده بودن، اما روایت درستی داشت. آره روایت درست، حتی جزئیاتش مهمه، ولی در واقع در نهایت برن الان عددا رو چک بکنن ببینن در اون دوره‌ای که آبه نخست وزیر بود و ترامپ بود 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده. یا درباره سایر کشورها اگر بخوایم در واقع بررسی بکنیم اینو، عربستان پیشنهاد داده بود در دور اول ترامپ که من 450 میلیارد دلار از آمریکا کالا وارد میکنم. برید ببینید که در سال 2017 این پیشنهاد رو میده، ترامپ میره عربستان و 2018 اولین سالیه که این اتفاق افتاده. برید ببینید که اون 450 میلیارد دلار چقدرش محقق شده. وارداتش رو عددش میدونم، ولی برای اینکه برید ببینید مثلا چند 10 میلیارده، عدد خیلی گپش بزرگه نسبت به اون عدد 450 میلیارد دلار. یا همین الانش، مثلا مثالایی از دوره اول ترامپ، الانش از نخست وزیر ویتنام توی جلسه داووس خبرنگار افتی میپرسه که شما برنامه‌تون چیه؟ میگه ما جزو کشورهایی هستیم که به خاطر کسری تراز تجاری بالامون با آمریکا وارد چالش شدیم، وارد چالش می‌خوایم بشیم. میگفت نخست وزیرش میگه که من دارم فکر میکنم به اینکه چیکار میتونم بکنم. آیا به سبک آبه میگه اگر لازم باشه من هر روز باهاش تو مارالاگو گلف بازی میکنم، شوخی میکنه، ولی میگه که به لحاظ اقتصادی ما داریم فکر میکنیم که پیشنهاد به طرف آمریکایی بدیم که در واقع سفارش 50 تا 100 تایی هواپیما بذاریم از بوئینگ خرید بکنیم تا آمریکا راضی بشه برای اینکه طرف علیه ما وضع نکنه. و بقیه کشورهایی که مثلا هند، خود آمریکاییان با ترامپ همین کارو میکنن. 80% سود اپل از حوزه سخت افزارش، از این 80% 70% در چین تولید میشه.
اون وقت اپل هفته گذشته گفته ما کاملا میخوایم مطابق روند ترامپ عمل بکنیم و به زودی یک برنامه رو آغاز میکنیم 4 ساله برای استخدام 4000 نفر 5000 نفر برای اپل درآمد کنیم. تعداد چینی هایی که برای اپل از ابتدا تا امروز کار کردن حدود 35 میلیون نفره، چون هر دوره تولیدش 800,000 نفر میخواد، بعد هر دوره استخدامش 800,000 تاست، بعد به خاطر شرط تولید آدما نمیتونن مدت زمان زیادی باشن، هی باید عوض بشن. یعنی یه چیزای خیلی بزرگی رو با یه چیز کوچکی میخواد توضیح بده، اما روایت درستی روش سوار میکنه، چون هدف این نیستش که طرف بگه من تنها گزینه‌ام اینه که برگردم بیام تو آمریکا کار بکنم. اون میفهمه که عقل در ادامه وضعیت موجودشه. اونا یه چیزی میگن، ضرورمثلیه که توی همون مطلب فاینانشال تایمز هم بهش اشاره کرده بود که میگه یه ضرورمثلی توی بلخ که میگه که به پادشاه تعظیم بکن ولی مسیر خودتو در واقع ادامه بده. ما نمیخوایم بگیم جمهوری اسلامی باید الان تعظیم بکنه، اون در واقع میخوان صورت بندی بکنن، میگن که شما باید اون فضای ماگایی اینا رو درک بکنید، یه روایتی در واقع بسازید، یه چیزی به اینا بفروشید که برای اینا قابل قبول باشه و بعد به مسیر خودتون ادامه بدید. اصل نکته اینه که باید به مسیر خودتون ادامه بدید، یعنی همه نوع برخوردشون با دولت آمریکا اینه که یه جوری این مانع رو دور بزنن، با این صخره برخورد نکنن. کسی هیچ تلقی هیچ کشوری الان نداره که میتونه با آمریکا وارد یه تعاملی بشه که این صخره کلا از بین بره، هیچ مانعی دیگه وجود نداشته باشه، وارد یه دوره دوستی با اینا بشه. تقریبا آمریکایی وارد دوره‌ای شدن که به هیچ کدوم از متحدینشون چنین نگاهی ندارن، چه برسه به رقبا و کشورهایی که باشون رابطه در واقع مخاصمت آمیزی دارن. همه دارن تلاش میکنن ترامپ رو در واقع توی نقطه قانع بکنن، در واقع دورش بزنن. مثالایی هم که من زدم ممکنه یه نفر بگه خب اگر به این راحتی که میشه با پیشنهاد 10 میلیاردی و با یه ثبت سفارش مثلا 100 تایی هواپیما و مواردی مثل این و مثلا 10,000 بزرگترین نگرانی که آدمو فکر کنن که میگه بره ولن یه هواپیمایی بخر، که این نیست اصلا. میخوام بگم این سوء برداشتم اتفاق نیفته. یه خورده پیچیده است موضوع ایران که کلا پیچیدگی‌های خیلی خاصی داره، توی سالهای گذشته این پیچیدگی‌ها در واقع تشدید شده، ولی اینجوری نیست که هیچ راهی وجود نداشته باشه، باید بهش فکر کرد. نکته ما الان اینجا بیش از این که بخوایم درباره یه طرح خاصی پافشاری بکنیم، دعوت به اینه که فکر بکنیم ببینیم که و از ایده‌های خیلی ساده مثل سرمایه گذاری بکنه و ما نفتمون رو بفروشیم و بیا هسته ما رو بگیر دست از سر ما، ولی از این ایده‌ها بگذریم. اگر یه نفر بگه یه جمله مثلا ته حرف شما چی بود، ما اصلا نفهمیدیم شما چی میگفتین، دعوت این گفتگو دعوت به اینه که از چارچوب‌های سنتی که درباره آمریکا و درباره مذاکره و درباره توافق داشتیم باید خارج بشیم، به چارچوب‌های جدیدی فکر بکنیم، ایده های خلاقانه تری رو در واقع روی میز بذاریم اگر میخوایم مذاکره بکنیم و یه الزامات مذاکره رو هم رعایت کنیم. الزامات مذاکره فقط نیستش که در واقع بریم در چه شهری و در واقع با توی چه سطحی مذاکره کنیم. الزام مذاکره به اینه که شما برای شرط عدم توافق آماده باشید. این حالا جمله آخرام توی موضوع جمع‌بندی باشه. ما اگه می‌خواستیم وارد اون مصداقه بشیم که حالا شما پیشنهادتون رو بگید دقیقاً چیه، خود اون پیشنهاد خود مناقشه برانگیزه و شاید طرح بحثش تو فضای عمومی کمکی که اصلا رفت و برگشتیه. آره ما الان ادعامون نیست که الان می‌خوایم این کارو بکنیم. دائما حرفمون اینه که آقا این مسیر ایده میخواد. فقط این نیست که شما برید در حالی که همه سعی میکنن سر طرف مقابل نایستن شما هی برید جلوش یا با شمشیر بزنید یا التماس بکنید. این نیست. من الان میخوام جمع‌بندی بکنم. ببینید برخلاف دور اول ترامپ تحولات خیلی با شتاب بالایی داره در واقع اتفاق میفته. اولین سخنرانی ترامپ که سیاست خودش در مقابل ایران در دور اولش مشخص کرد مال اکتبر 2017، یعنی 7-8 ماه از دورتش گذشت تا در واقع سیاستش یه چارچوبی پیدا کرد در ارتباط با ایران. ولی الان در همون هفته‌های اول در هفته دوم سوم ممورندوم خودش رو صادر می‌کنه و تعیین تکلیف می‌کنه مسیری که می‌خواد با ایران بره. تو پرونده‌ها هم خیلی در واقع زود وارد شده. پرونده‌هایی که چالش‌هایی که از دوره بایدن شروع شده بود رو داره خاتمه میده، مثل پرونده غزه، مثل پرونده اوکراین و غیره. الان یه درگیری‌های آمریکا با متحدینش داره، یه درگیری‌های با در واقع رقبا و کشورهایی که براش تهدیدن داره. در ارتباط با اینا پرونده ما و پرونده چینی ها بعد از در واقع حل و فصل تا یه حدودی پرونده اوکراین میاد یعنی میاد روی میز آمریکایی‌ها و براش فکر میکنن. ممکنه محل تمرکز آمریکایی‌ها قرار بگیریم، اولویتش تبدیل یه فرصتیه برای ما تا اون زمان. ممکنه یه ماه باشه، ممکنه 2 هفته باشه، ممکنه در واقع 2 ماه باشه، ولی بازی زمانی داریم برای اینکه بتونیم یه بار دیگه برنامه‌های خودمون رو مرور بکنیم و چون اقدامات طرف مقابل معلومه، میدونیم که چیکار میخواد بکنه.
تجربیات ما نسبت به قبل خیلی تجربیات پخته تری شده، مسیرهای جدیدی رو ما میدونیم وجود داره برای اینکه بتونیم در برابر این فشارها مقاومت بکنیم. اولین کار اینه که در برابر این در واقع تهاجمی که به لحاظ در واقع تهاجم چند وجهی که ممکنه باش روبرو بشیم که جنبه امنیتی داره، جنبه اطلاعاتی داره، جنبه اقتصادی داره، جنبه اجتماعی داره، از الان آمادگی کسب بکنیم. اون فکر میکنه که مثل ماجرای فتح خرمشهر میتونه بیاد دوباره خرمشهر رو پس بگیره. شما باید برای این آمادگی داشته باشید و نقاط پدافندی خودتون رو در واقع توی نقاط دورتری وضع بکنید. این مهمترین مسئله است که شما در کوتاه مدت در واقع تبدیل میشید به نقطه تمرکز آمریکایی‌ها و اولویت آمریکا تبدیل میشید. برای این نقطه باید برنامه داشتید. اگر تونستیم این رو مدیریت بکنیم، حتی ممکنه در واقع توی فضایی که الان وجود داره دولتی که فکر میکنه که برای مذاکره حتما باید بره به رهبری در واقع با رهبری مذاکره بکنه و قانع بکنه ایشونه که مذاکره بکنه، راهش آزمون عملیه که اگر میخوان اعتماد کسب بکنن، هر واقع اعتماد ایجاد بکنن برای مذاکره، راهش اینه که نشون بدن که مذاکره تنها راه نیست، راه‌های مختلفی وجود داره، حدود مذاکره معلومه. برای عدم مذاکره نمیخوایم بگیم یه برنامه توسعه از این، خب دولت انتظار نمیره که یه دولت توسعه راه باشه بیاد تحول ایجاد بکنه، ولی حداقلش اینه که بتونه امور جاری رو مدیریت بکنه. به لحاظ ساختاری هم الان جاش بازه، یعنی اصلا من بدونی که داوری درباره خوب و در رفتن وزیر اقتصاد بکنم، الان وزارت اقتصاد خالیه، محیط اقتصادی وزارت خارجه هنوز با سرپرست داره میشه، یعنی هنوز جاهای اصلی این موضوع الان خالیه. میشه متناسب با ترمیم ایده ترمیم افراد هم داشته باشن، اما اول باید بپذیرن که مسئله ایده است و آدم متناسب با ایده بعد انتخاب بشن. تمام شد رفت. یعنی مهمترین چالشش حتی به نظر اون یه بخشی که میگم دیگه این بحث رهبریه، به نظر مهمترین چالش اون اینه که یعنی اون تمام شد رفت، یه صحبت رئیس جمهور اینه که دیگه درباره موضوع مذاکره صحبت نکنیم. ولی من نگرانم که این تمام شد رفت به معنی باشه که خب اگر دیگه ما اجازه مذاکره نمیدن، دیگه مثلا کار دیگه از دست ما بر نمیاد و کار دیگه نکنیم. این وضعیت یعنی تو نقطه‌ای که شما باید طرف مقابل رو مایوس بکنید، نیاز داره که شما خودتون انگیزه داشته باشید. اگر شما قبل از او مایوس بشی عملا نمیتونی کاری بکنی. مهمترین مسئله اینه که ما بدونیم ابزارهایی داریم میتونیم مقاومت بکنیم، میتونیم طرف مقابل مایوس بکنیم، وارد این فضا بشیم. اگر تو این آزمون موفق بشیم که آزمون کوتاه مدتیه، در واقع بازی زمانی 5-6 ماه هست، من بعید میدونم که باب مذاکره و فضای مذاکره باز نشه، حتی با در واقع دولت ترامپ، ولی به شرط اینکه این مقدمات طی بشه به درستی و اعتماد به وجود بیاد که نه اینا میتونن، اعتماد هم در داخل هم در خارج، طرف مقابل به این نتیجه برسه که فضا اونقدری که فکر می‌کرده راحت نیست. ممنون محمدی. حالا سوال خیلی واسم باقی مونده ولی زمانمون در واقع تموم شده. من تشکر می‌کنم از هر دو ارادت سلامت عزیز که لطف کردن در خدمتشون بودیم و همچنین ممنونم از شما که همراه ما بودید در این بحث.